با درود و احترام خدمت همه شما همراهان عزیز برنامه‌های زنده در مجموعه آوای ووف. خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم با یک برنامه پرسش و پاسخ دیگه. و همونجور که میدونید مهمان عزیز امشب برنامه ما جناب دکتر تقی کیمیایی اسدی هستند. طبق قولی که در آخرین برنامه داده بودیم سوالهای بسیاری باقی مونده بود که امشب همراه هم از جناب دکتر خواهیم پرسید و پاسخهای ایشون رو خواهیم شنید و اجرای برنامه رو هم طبق معمول خانم بدیعی به من کمک خواهند کرد. خانم بدیعی دگرگونیش هستند و فعالیت‌های خیلی خوبی هم فعالیت‌های علمی خوبی توی این صفحه دارن. درود بر شما خانم بدیعی، شب شما بخیر باشه. سلام و درود به شما و همه دوستان و همچنین سلام فرمانده. امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه، وقتتون به نیکی و ممنونم بابت اینکه دوباره این برنامه اجرا میشه. درود بر شما جناب دکتر کیمیایی عزیز. درود بر شما آقای قهرمانی و خانم بدیعی و همه شرکت کنندگان و دوستان عزیز. امیدوارم که همه خوب و خوش باشند و در خدمتون باشیم برای یک جلسه دیگه. خیلی ممنون از شما، ممنون که لطف کردید و قبول زحمت کردید و بار دیگه همراه ما هستید برای سوالات عزیزان که خیلی زیاد بود و حالا ما باز گلچین کردیم یک سری ها رو که امشب از شما بپرسیم. من با اجازهتون یه سوالی برام فرستادن، فکر میکنم به درد بخوره، هم سیاسی و هم علمی هستش. اینو در دوستان فرستاده بودن و من جوابشون رو دادم، ولی خواستم اینجا هم مطرح کنم و اون این بود که در توجیه استبداد دیکتاتوری در یکی از برنامه‌های تلویزیون گفته بودن که از اون جایی که تمام اعضای بدن در اختیار مغز هستش، پس باید تمام اختیارات امور کشورم در دست یک نفر باشه. کاملا استنتاج غلط و خیلی هم پیش پا افتاده است. به علت اینی که اولا مغز به عنوان یک آدمی که اون بالا نشسته و تصمیم میگیره و هرچی اون گفت باید اجراش نیستش. بین 85 تا 100 میلیارد نورون داره با شمارش های مختلف. هر کدام از این نورون ها استقلال کار و استقلال رأی دادن دارن. یعنی بزرگترین دموکراسی که میتونید فرض بگیرین در ساختار مغز هستش. هر نورونی که شرکت میکنه در یک تصمیم گیری یا در یک فرایند، با تخلیه های الکتریکی که انجام میده و سرعت این تخلیه های الکتریکی رأی مثبت و منفی میده و رأیش هم شمرده میشه در نهایت. یعنی در تصمیم نهایی یا در هم فکرمون یا در هر کاری که انجام میدیم، تک تک این نورون ها اون نمایانگر این تخلیه های الکتریکیشون اون نمایانگر نهایی رو شکل میده. به اینجا یک دموکراسی بسیار شدیدی در مغز در جریان هستش که برخلاف این گفته این آقای هستش که یک بلندگوی خیلی بلند سر صدایی در دستش دادن توی یکی از تلویزیون ها و مرتب راجع به قاطی میکنه موضوعات علمی رو با که توجیه کنه این رفتاری که حکومت در ایران انجام میده. حالا من در خدمتتون هستم که اگر سوالی دارید که با هم دیگه اگر جوابی داریم. بله خیلی ممنون. البته دیگه از اون سلام فرماندهشون گرفته تا آخرش دیگه همش فقط دنبال این هستن که یه توجیهات مختلفی ایجاد کنن برای کارهایی که دارن انجام میدن. فقط توجیه. ولی این سطحش رو من کمتر خبر داشت. دیگه از مختار زیست‌شناسی هم بخواد استفاده کنم برای توجیه این اشتباهات عظیمی که طی 40 سال گذشته تو ایران انجام شد.
بله اتفاقا جواب دکتر. حالا جالب اینجاست که البته جالب که چه عرض کنم، اینا علم رو میگیرن و یه جورایی مثلا اسلامیزش میکنن میدن بیرون و این خیلی به نظر منم باز خطرناکتره. اینکه خب به هر حال علم مشخصه، به هر حال هیتش مشخصه، ولی اینها همه چیز رو میبرند اسلامیزه و ایرانیزش میکنن و میارنش دوباره عرضه میکنن. این یه مقدار خب خیلی ها رو به اشتباه میندازه و گمراه میکنه. این یه مقدار خطرناکتره. کاملا. من یه بار گفتم که موضوعاتی که در رادیو تلویزیون ایران پخش میشه برای من قابل قبول نیستش. به این جهت برام نفرستین و استناد کنید که فلان چیزو گفتن ولی من دارم برعکسشو میگم. این درست نیستش. چرا من هر چیزی که از رادیو تلویزیون ایران میگه به طور کلی میگم اشتباه هستش؟ چون به نظر میرسه که این رسانه های وابسته به حکومت نه تنها در ایران، در همه کشورهای استبدادی در خدمت حکومت هستن، در خدمت ایدئولوژی حکومت هستن، نه در خدمت اطلاع رسانی. چون حکومت هایی که استبدادی هستن نمیخوان مردم مطلع شن از اوضاع. یعنی این برخلاف روش کلی هستش. نمیدونم اون روزنامه پراودا رو یادتونه زمان شوروی، شما جوان هستین شاید یادتون نباشه. پراودا به معنی حقیقت بود ولی یک کلمه حقیقت در این 70 سال از این روزنامه بیرون نیامد. این اصلا رسم روزگار هستش. حالا این هم در جواب اون یکی دوست ما که به من اعتراض کرده بود چرا این مطالب علمی که از ایران میاد همشون رو رد میکن. بله در خدمت. بسیار عالی، ممنون. خانم بدی میخواید شما شروع کنید سوالا رو؟ سلام به شما آقای دکتر، ممنون که دعوت ما رو مجدد پذیرفتید. مرسی. دوستی سوال پرسیدن که چه کتابی برای آدم‌های مقدسگرا، ترسو، مذهبی و دینمدار معرفی می‌کنید تا یه جرقه یا کورسویی در ذهنشون ایجاد بشه؟ برای جرقه برای چی؟ برای که تفکرشون عوض شه؟ برای که یه تفکر انتقادی پیدا بکنن، برای که شک بکنن به اون باورهاشون. ببینید واقعا بستگی به شخص داره که چقدر غرق شده در این موضوعات غیر علمی. کتاب‌های زیادی برای رشد و توسعه تفکر انتقادی هست. فکر میکنم تو ایران هم اسمشو من نمیدونم، من از کتاب‌های داخل ایران زیاد خبر ندارم، ولی شنیدم یکی دو تا کتاب درباره پرورش تفکر انتقادی تو ایران منتشر شده، ترجمه و منتشر شده. من خودم مطالعهشون نکردم، اما بهترین راه این هستش که حالا در هر رشته‌ای که هستین اگر میخوان راجع به انسان که موضوع بحث ما هستش تفکر انتقادی پیدا کنید یا اصلا تفکری پیدا کنید که ماها چی هستیم، خب از کتاب‌های روانشناسی خیلی ساده شروع کنید. روانشناسی های عصبی مخصوصا. من واقعا نمیدونم در ایران چی هستش. خودم کتابای ساده‌ای که برای عموم نوشته شده 7-8 تاشو ترجمه کردم و در اختیار هستش، هم چاپیش و هم در سایت شما و هم در اینترنت در اختیار هستن. هدف منم همین هستش که همین جرقه رو بزنم که هر چیزی درباره وجود انسان گفتن تا حالا، تا در 50 سال گذشته، چه در روانشناسیش، چه در اخلاقیاتش، چه در تفکرات فلسفیش، اینا رو باید دوباره از اول شروع کنیم. و خب آقای کیمیایی، متاسفانه این کتاب‌های روانشناسی و در واقع عصب شناسی اینهایی که شما معرفی میکنید یا یعنی توصیه میکنید نمیشه بخوایم تشخیص بدیم که کدومش درسته کدومش شبه علمه. اینقدر الان کتاب‌های روانشناسی زرد وجود داره که این گمراه میکنه اون خواننده و مخاطب رو. ببینید به همین جهت میگم هیچ کتابی رو من جمله کتاباتی که من نوشتم یا ترجمه کردم هیچ کدامشون رو به عنوان وحی منزل قبول نکنید. یاد بگیرید همه چیز رو زیر سوال ببرید. یعنی اصلا تفکر اصلی هستش که همه چیز از کلمه هایی که
با که و چه شروع میشه زیاد استفاده کنید. واژه‌های استفهامی که میگه کی، کجا، کدوم، چی، چه چیزی، چرا، از اینا خیلی استفاده کنید. هر موضوع رو میخونید فکر کنید راجع بهش که آیا این با عقلانیت اقلا جور در میاد یا نه، بسیار چیز ابجکتیوی درش هست یا نه، یا همش سابجکتیو محصول ذهن یکی دیگه هستش. بسیار. اون وقت الان که دیگه با اینترنت شما میتونید راجع به هر واژه‌ای رو شما تایپ کنید توی گوگل، میتونید موضوعات زیادی درش. شرط اصلی این هستش که هر چیز رو مطالعه میکنید همینجوری سرسری قبولش نکنید. بارهای بار یه ویدئویی برای من فرستادن، یه مقاله فرستادن، میگن که این آقا اینجوری گفته پس زندگی بعد از مرگم هست. این وجود انسان و این پدیده هاش خیلی پیچیده تر از اون هستش که بشه با یه مقاله، با یک کتاب، با یه ویدیو، با یک گفتاری تو تد یا هر چیزی دیگه اینو واقعا فهمیدش. به این جهت از مسائل ساده شروع کنید ولی با نظر انتقادی. هر کتابی رو که میخونید با نظر انتقادی نگاه کنید بشه. بسیار قبول نکنید. اینو در مورد کتاب‌های دینی رو مخصوصا توصیه میکنم براتون، مخصوصا برای کتاب‌های دینی خیلی مفیده که یک کمی انتقادی نگاه کنید. وقتی میگه فلان که از این روایت شده که این حرفو زده، بگید که اولا این مثلا این روایت رو کی گفته، چرا گفته، چه چیزی باعثش شده و آیا درسته، با عقلانیت جور در میاد، با علم جور در میاد یا. بله. و من پشتبند این سوالی که اول پرسیدم، دوستی 2 مرتبه است در برنامه قبلم این سوال پرسیدم ولی متاسفانه فرصت نشد که مطرح بکنم و از شما بپرسم. گفتن که لطفا راهنمایی بفرمایید کتاب دکتر اسدی به نام سیر تفکر بر آفریدگارها رو چجوری میتونم پیدا بکنم؟ توی گوگل، توی اینترنت، همین تحت اسم منطقه کیمیایی اسدی، سیر تفکر در آفریدگارها، آفرینش و آفریده ها هم آزاد هستش. توی سایت تلگرام من هستش. فکر میکنم احتمال توی آوای بوف هم بتونم پیدا کنم. ولی گفتن که کانال شما نبوده، خیلی گشتن جستجو کردم ولی نبوده. نه حتما تو تلگرام خودم هست ولی از هم تو گوگل با تحت اسم من و سیر تفکری توی کتابای گوگل هستش مجانی، ولی باید حساب داشته باشین مثل اینکه. ولی تو اینترنت معمولی هم هستش، همینجوری تایپش کنید در میاد، خیلی ساده. گوگل سرچش کنید هستش. من دوباره هم میذارمش توی تلگرام خودم. متشکرم، مرسی. جناب دکتر این کتاب رو متأسفانه برای ما نفرستادید. اگر لطف کنید فایل ورد یا پی دی افش رو بفرستید حتما توی سایت و تلگرام و اینا منتشر می‌کنیم که به راحتی قابل دسترس باشه برای دوستان. این کتاب سیر تفکری انتقاد من یعنی مقایسه آفرینش الهی و خلقت طبیعی هستش، مقایسهشون کردم با هم و کتاب مفصلی. 2 تا کتاب در واقع. کتاب اولش راجع به باورهای ماورای طبیعه در باورهای این چیزا هست. کتاب دومش از شروع بیگ بنگ شروع شده تا به مغز و رفتار و این اختلالات مغزی. چشم حتما براتون همین امشب میفرستمش، پستش کنم. بسیار عالی، ممنونم. حالا حتما همین توضیحات رو هم سعی میکنیم که به صورت تصویری بذاریم که عنوان معرفی کتاب هم باشه همراه با لینکش که دوستان بتونن به راحتی بهش دسترسی پیدا کنند و استفاده کنند. خیلی ممنون. خب بریم سراغ سوال بعدی. دوستی پرسیدن که طبق مطالبی که شما در کتاب خود آورده اید اراده آزاد داشتن یک توهم است، در عین حال رها کردن این توهم ترسناک است. چطور این تناقض را میتوان شرح داد؟ بله، ببینید مغز آدم ایلوژنا یا توهمات خیلی زیادی میسازه. بعضیاش بیماریزا هن ولی بسیاری از اونا در خدمت شکل دادن منسجم ذهنیت آدم هستن. مثلا اگر من کاری که ازم سر میزنه احساس نکنم، ادراک نکنم، گرچه ایلوژنه
گرچه توهمیه، ادراک نکنم که کار من بود، کار جسم من بود، اون وقت دچار یک ابهام روانی میشم. و همین جهت هستش که این ادراکات رو ایجاد کرده. مثلا مغز من داره میبینه شما رو الان، ولی احساس میکنم که تو چشم من دارم شما رو میبینم. بله. اینم یک در واقع ادراک یه ایلوژن هستش. یا از گوشم میشنوم در حالی که مغزم داره میشنوه. واقعا این ایلوژن ها هستش. اراده هم یکی از اوناست. قصد و برنامه ریزی و ذهن و آگاهی و اینا هم همه ایلوژن هایی هستش که مغز ایجاد میکنه برای که یه ذهنیت منسجمی بده که کارهایی که از ما سر میزنه به خودمون تعلق داره. من عاملش هستم، فاعلش هستم، مالکش هستم، قاضیش هستم و نتیجهش هم به خود من برمیگرده. و اراده هم یکی از مهمترینش هستش. یه پدیده هستش، یه موج الکتریکی در یه جای خاصی ناحیه متمم حرکتی قبل از انجام کارا شروع میشه، ظاهر میشه و چون همیشه هم قبل از انجام کار بوده، این حالت رو ایجاد میکنه که اراده مال منه. ولی اینا ایلوژنای مفید مغز هستن، غیر توهماتی هستن که در اثر بیماری ها یا داروها یا مواردی که به طور بیماریزا این توهمات و ایلوژن ها ایجاد میشه. و این ایلوژن های مفید باعث میشن که آدم بتونه رفتار تطابقی با محیط انجام بده، حالا محیط داخلی خودش، محیط خارجی و محتویات خود مغز. در حالی که ایلوژن های منفی نمیذارن آدم رفتار تطابقی انجام بده. یعنی اگر شما فکر کردین کاری که ازتون سر زد ایده‌ای بوده که از آسمون تو مغزتون آمده یا با رادار تو فکر شما فرو کردن، اون وقت دیگه رفتاری میکنین که مطابق با محیط نیستش، بیماریزا میشه. این تفاوت بین ایلوژن های طبیعی و غیر طبیعی که یکی از اونها هم اراده هستش. ولی مقصود از اینه که اراده به عنوان یک نیروی مستقل خارج از مغز وجود نداره. فقط یک پدیده است و پدیده‌ای که کاری هم انجام نمیده، فقط یه ادراک ذهنی ایجاد میکنه. خود مغز و نورون‌ها تصمیم رو میگیرن، برنامه رو میریزن، در آخرش یه ادراکی هم میدن که آره این همین وجود تو هستش که این اراده کرده که این کاره رو بکنه که بعداً به خودش نسبتش بده. وگرنه آدم احساس میکنه که از این کاری که من کردم من نبودم، از آسمان یکی به همون ادراک هایی که توی مریضای اسکیزوفرنی متاسفانه پیدا میشه. و شنیدم در گاهی در مریضایی که مشتقات آمفتامین استفاده میکنن این ادراک به هم میخوره و نسبتش میدن به کسای دیگه که معمولا وجود نداره. بله. سوال بعدی. متشکرم. در مورد اتفاقات تکراری و کوتاهی که انگار قبلا دقیقاً عیناً تجربه کردیم و برای چند ثانیه اینطوری میشیم، این از چی منشأ میگیره؟ چند تا دلیل داره. یکی مشاهدترینش دژاوو هستش. دژاوو یک ادراک به خاطر تخلیه‌های الکتریکی در یک ناحیه‌ای از در کنار هیپوکامپ ایجاد میشه. یه تخلیه‌های الکتریکی انجام میگیره در وقتی که داریم با یک رخدادی مواجه هستیم. و به محض اینکه اون ناحیه را به طور اتفاقی تخلیه الکتریکی انجام میگیره، آدم احساس میکنه که این اتفاق به نظرش آشنا هستش، قبلا دیدتش، قبلا اتفاق افتاده، در حالی که چنین چیزی نیستش. این در جوونا شایع، خیلی نه شایع، ولی یکی از علائم اصلی بیماری سر هست، سر لوب گیشگاهی که لوب گیشگاهی مرتب تخلیه‌های الکتریکی ایجاد میکنه و این ناحیه سوبیکولوم هم که این مرکز این هستش اینو ایجاد میکنه و این بهش میگن دژاوو. برعکسش هم هستش، آدم یه لحظه احساس میکنه که این یه جای غریبیه، در حالی که مثلا تو خونه خودش نشسته. این بهش میگن جامایسو. برعکسش خیلی احساس غریبگی میکنه. این یکی علتشه. علت شایع در آدمای چیز این هستش. یکی دیگه این هستش که مغز وقتی که با یه آدمی یا با یه اتفاقی
مواجه میشه سعی میکنه که یه چیزایی از شباهت‌های این بگیره و از انبار حافظش یه چیزایی بیرون بیاره تا بتونه یه شباهت‌های ایجاد کنه و بتونه واکنش نشون بده. اینم یکی از اتفاقاتی که تو مغز میفته. مثلا شما تو تلویزیون نگاه میکنید، مثلا یه هنرپیشه تازه رو میبینید، سعی میکنید که ببینید به کی شبیه، به طور ناخودآگاه میگه این مثلا به دختر عمه من شبیه یا به فلانی شبیه. اینم یه کار دیگه این مغز هستش، برای که از انبار حافظه استفاده کنه یک تطبیقایی انجام میده بین محرکایی که تازه دارن میان و محرکایی که قبلا درش انبار شده. اینم یکی از کارهایی که اتفاقا شبیه هم. یه اتفاق دیگه هم هست که من بارها شرحش دادم و اون اتفاقاتی هستش که در مرحله از خواب که آدم نیمه بیداره خاطرات حافظه عطف به آیندهش درباره برنامه‌های آینده بازسازی میشه توی مغز و این بازسازی باعث تقویت حافظه عطف به آینده میشه. حالا اگر در آینده همین اتفاق برنامه ریزی انجام گرفت، اون وقت شباهت اون چون در مغز ضبط شده با این اتفاق هرچی وجه مشترک داره، با آدم این احساس دست میده ای وای من اینو قبلا دیدمش یا اینو تو خواب دیدم، پس من یه قدرتی دارم که میتونم آینده رو پیش بینی کنم. براتون مثال میزنم، مثلا فکر کن میخواین شما کنکور بدین، صحنه کنکور رو توی فیلم های تلویزیون دیدین، بعدن 6 ماه بعد خودتون میخواین بدین و این برنامه ریزی کردین، این برنامه ریزی در مغزتون ضبط شده و در حالت نیمه بیداری وقتی که قشر جلو پیشانیتون شروع به فعالیت میکنه این برنامه آینده رو زندهش میکنه و شما به نظرتون میاد که در صحنه کنکور نشستین. حالا همین صحنه یک جزئیاتش میمونه به خاطر اینکه برنامه از شما میخوان اجرا کنید. حالا 6 ماه بعد بریم میشینید تو جلسه کنکور، اون جلسه تحریک میکنه یه قطعاتی از اون جلسه، این حافظه عطف به آینده شما رو زندهش میکنه و شما احساس میکنید که اینو تو خوابم دیدین. بارها اتفاق افتاده چنین چیزی، هیچ دلیلی بر آینده نگری نیست، فقط همین مربوط به حافظه پراسپکتیو یا حافظه عطف به آینده آدم هستش. اتفاقات زیادی در مغز افتاده، بعضیا زیربناشون مشخص شده، بعضیاش هم واقعا قابل مطالعه نیست چون روایت های شخصیه، آنکدوتن. بعضیا میگن مثلا برای من مینویسن من این اتفاق برام افتاد توجیهش کن. این قابل توجیه نیست، باید یه چیز مشترکی بین آدما باشه که بشه تولیدش کرد، بذاریش تو فانکشنال ام‌آر یا امواج مغزش رو بگیری مطالعه کنی ببینی کجای مغز این اتفاق رو ایجاد کرد. متشکرم. بله خیلی ممنون. واقعا این سوال ظاهرا برای همه خیلی مهم بود. فکر کنم یه 6-7 تایی از دوستان این سوال مشابه رو پرسیده بودن. ظاهرا این تجربه برای خیلی‌ها پیش میاد و امیدواریم که جوابشون رو گرفته باشن. من شاید بیشتر آینده نگری عدم امکان آینده نگری رو شرحش دادم یا تعبیر خواب و یا همین، ولی خب بله همه صدا به هم نرسید. بله امیدواریم که جواباشون رو گرفته باشن، چون خیلی از دوستان گفته بودن که با یک سری اتفاقاتی توی حالا مثلا بعضی موقع روبرو میشن که انگار که قبلا تجربهش کردن یا اینکه مثلا دیدن جایی یا تکرار میشه براشون. خیلی هم اینا رو تعمیم داده بودن به اینکه ما شاید دوباره زنده شدیم، دوباره داریم طبق اون فلسفه هندی و اینا فکر میکردن که حالا شاید مثلا یه تکرار دوباره زندگیه. میدونم همین اتفاقا در تاریخ تفکری همین افکار هستند که باعث این همه انحرافات شدن، انحرافات فکری شدن. همین تجربه های نزدیک به مرگ، مثلا همین دیجاوو، این خوابای عجیب غریبی که آدم میبینه بعدا شبیهشون به اتفاق میفته، اینا رو دیگه اینا رو بزرگ کردن، مخصوصا اونایی که الگوهای اجتماعی بودن و رهبران تفکری بودن.
اینا رو بزرگ کردن و وارد. مثلا جدیدترینشون فروید هستش که تعبیر خواب رو چنان مهمش کرد که مثل اینکه علم 100%، در حالی که همش 100% رد شده. یعنی کاملا تعبیر خوابش کاملا معلوم شده که از روی بی اطلاعی از فیزیولوژی خواب، رویاهای خواب و ارزششون در پدیده های مغزی هستش. آره این گرفتاری بشره. و حالا که دیگه علم پیشرفت کرده بهتره که همیشه بازم سوال کنیم کی، کجا، کی، چرا، چگونه، چرا من این اتفاق برام افتاد، بگردم ببینم در دیگران هم اتفاق افتاده یا نه، یا مغز من دچار اشکالایی هست. بسیار عالی، ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی. دوستی در رابطه با همون تعبیر خوابم توی پیام ها سوال کرده بودن که ببینم جوابشون رو گرفتن. نوشت که راجع به خواب سوال دارن، من شاید مفصل تر از همه چیزی خوابو در 2-3 جلسه شرح دادم، فیزیولوژیشو، ژنتیکشو، تعبیر خواب و علت ایجاد رویاهای خواب و توی سایت هست، خیلی راحت میتونن پیداش کنن و مطالعهش کنن. فکر نمی کنم بهتر از اونم چیزی به زبان فارسی پیدا کنن که خواب و رویاهاشو اینا رو همه رو شرح داده باشه. بله، متشکرم. حتما دوستان سر بزنن به تلگرام و صفحه فیسبوکی جناب دکتر، اگر سوالاتی دارن که اینجا کامل پاسخ نمیگیرن اونجا میتونن جوابش رو پیدا کنن. دوستی پرسیدن که من میخواستم بدونم رشد استخوان پیشانی در بالای ابروی یک فرد میتواند به سمت جلوی پیشانی مغز، به قسمت جلوی پیشانی مغز آسیب برساند و باعث شود که فرد دچار ناتوانی در تصمیم گیری و افسردگی شود؟ عدم رشد استخوان، رشد استخوان پیشانی. ببینید یه اختلالی در بچه ها هست بهش میگن کرانیوستنوزیس، یعنی این شکافایی که بین استخوان‌ها هستش در دوران نوزادی بازه، استخوان‌ها به هم نچسبیده. حالا اگر اختلالی در این ایجاد شه و زود اینا به هم بچسبند، جمجمه نمیتونه با وقتی مغز رشد میکنه جمجمه هم رشد کنه و یه اختلالی پیدا میشه که باعث عقب ماندگی ذهنی میشه، چون جمجمه کوچیک مغز میخواد رشد کنه و جا نداره. این به خاطر همین در واقع بسته شدن زودرس ملاج آدم هستش که این ملاج قدامی هست اینجاست و بچه ها رو مرتب امتحان میکنن وقتی که میبرن توی متخصص اطفال ببینن ملاجشون بسته نباشه. اگر این ملاج قدامی بسته باشه اون وقت استخوان پیشانی اینا خوب به همدیگه زود میپیوندن، سر آدم کوچیک میمونه و باعث اختلال کار کلی مغز میشه. غیر از این شکل کلی سر آدم ارتباط خیلی زیادی با طرز کار مغز نداره. همون فرنولوژی هستش که مد شده بود در قرن 17 و 18 تو اروپا، می آمدن دست میکشیدن سر آدم و میگفتن که اینجا یک گودالی داره، پس این کار زیر این خوب نیستش، مغزتون رشد نکرده، یا اینجا برجسته است پس مغزتون اونجا برجسته است. فکر میکنم یه حقه‌باز تو ایران هم شروع کرده همین کارو میکنه و از مردم رو سرکیسه میکنه و دست به سرشون میزنه و ادعا میکنه که میتونه توانایی مغزی رو از این طریق بگیره. ولی یه نکته هستش، شما اگر جمجمه آدم رو با جمجمه حیوانات نزدیک خودش مثل شامپانزه اینا مقایسه میکنید، این عمودی بودن پیشانی خیلی مهمه در رشد مغز آدم. اگر نگاه کنید این تقریبا عموده، در حالی که در حیواناتی که قشر جلو پیشانشون رشد نکرده مورب بالا رفته پایین، این برجستگی جلو رو نداره. با حیوانات رو میتونیم مقایسه کنیم بگیم که کدومشون قشر جلو پیشانشون رشد کرده یا نه. شما یه سگ رو نگاه میکنید اصلا برجستگی پیشانی نداره،
حتی در شامپانزه هم نگاه میکنید، مقایسهشون کنید، ببینید که این مورب بودن و عمودی بودن دلیل برقشت رشد جلو پیشانی هستش. اینو من در یه جلسه‌ای که تکامل مغز رو شرح دادم، اسلایداشو نشون دادم که چه ارزشی داره این اندازه‌گیری های جمجمه، عمودی بودنش، حالت خربزه‌ای بودنش، اینها چه اهمیتی داره در فرگشت خود مغز. ببخشید من عذرخواهی میکنم، نوشتن کامنت گذاشتن که فکر میکنم سوال رو بد متوجه شدیم. رشد استخوان بالای ابرو منظورشون بوده. آها، این برجستگی ابرو. بله بله بله. این برجستگی ابرو تو حیوونا هستش ولی تو انسان از بین رفته. ولی اینکه اگر یه نفر ابروی برجسته داشت یا این استخوان اینجا یکم برجسته بود، دلیلی بر عدم کار مغز، بر اختلال کار مغزش نمیتونه باشه. ولی برجستگی پیشانی، برجستگی قوس ابرو در انسان خیلی کم شده در مقایسه با هومو نیاندرتالا یا شامپانزه یا نخست‌گذاران دیگه خیلی کم شده. ولی بزرگ بودنش یک کمی از خارج از استاندارد باشه، من خبر ندارم که ایش علامت عقب مونده، مگر اینکه اختلالات دیگه باشه، مثلا استفالی باشه سر بچه کوچیک خیلی یا سر و اختلالات ساختاری. میدونی اختلالات ژنتیکی بیشتر از همه تو صورت آدم، اختلالات ژنتیکی که در ذکاوت آدم تاثیر دارن در قیافه آدم خیلی، در صورت آدم خیلی نمایان و میتونه بعضیاشون هم باعث برجستگی قوس ابرو بشه. کتابای استانداردی هست که داره که چه اختلال، ولی مشخصا در آدم معمولی برجستگی خبر ندارم که در از استاندارد خارج نباشه کاری واقعا انجام میده. ممنونم. دوستی سوال پرسیدن که آدرس تلگرام آقای دکتر رو بفرستید. اسم خودمه. آقای بله. بعد آدرس کانال تلگرام آقای دکتر رو زیر همین لایوی که ذخیره میشه قید میکنن. من به دوستان بگم متاسفانه سایت تلگرام هم یعنی واقعا وقت ندارم که اگر سوال کنن جواب بدم. به اینجا سایت تلگرام برای سوال کردن بسته است، واقعا فرصت ندارم که به سوالا جواب بدم. دوستان گاهی تو مسنجر یا توی فیسبوک خیلی سوال میکنن، اونا رو گاهی به طور انتخابی اگر جواب مناسب داشته باشم جواب میدم، ولی سایت تلگرامم واقعا فرصت ندارم به سوالات. به اینجا در خدمت دوستان هستم هر هفته تا اونجایی که ممکنه جواب بدم. خیلی ممنون. خب نوبت منه. سوال بعدی که دوستان مطرح کردن اینه که خواستن شما در مورد ناخودآگاه مغز صحبت بفرمایید که آیا وجود داره یا نه. ببینید 98% انرژی مغز صرف کارهایی میشه که در زیر قبل از به آگاهی رسیدن انجام میگیره. یعنی 92% انرژی مغز فقط برای به سطح باخبری رساندن نمایانگران محرکات استفاده میشه. 98% انرژی قبل از اینکه ما آگاه بشیم از محتویات مغز 98% انرژی مصرف میشه. این در واقع میتونیم بگیم زیر رادار آگاهی انجام میگیره، همه کارها انجام میگیره، در نهایت یه نمایانگری میسازه که اون نمایانگر رو وارد جریان آگاهی میکنه که همون ذهن ما یا حافظه کوتاه مدتمون ورکینگ مموری یا حافظه کارمون هستش. اون ناخودآگاهی که
ناخودآگاهی که توی روانشناسی خیلی راجع بهش صحبت میکنن و رفتارامون رو تحت تاثیر قرار میده، اون بیشتر از همه سیستم حافظه ایمون هستش. یعنی حافظمون در هر کاری که میخوایم انجام بدیم، حتی در نمایانگری کردن محرکاتی که میبینیم، یعنی مثلا شما یه سیبو که الان میبینید از حافظتون استفاده میکنید، تشخیصش میدید. اگر یه میوه تازه‌ای مثلا فکر کنید از یک جایی از افریقا شما ببینید، نمیتونید تشخیصش بدین به خاطر اینکه اون در حافظتون نیستش. پس این ناآگاه فرویدی که این همه بهش تاکید میکنن که در رفتارامون، در روانشناسیمون، در پدیده های ذهنیمون دخالت داره، سیستم حافظه‌ای هستش. ولی کارهای مغز همشون قبل از اینکه با آگاهی برسن، در قبل از اون همه فرایند میشن، کارها انجام میگیره در شبکه ها. اون وقت یه خلاصه از این، یه نمایانگری از این به طور خیلی خلاصه و مفید در اختیار قشر جلو پیشانی قرار میگیره. اون اینو ترتیب خاصی بهش میده و وارد جریان آگاهیش میکنه که همون ذهنمون هستش یا ورکینگ مموریمون هستش. پس ناخودآگاه وجود نداره، خودی اصلا وجود نداره که واقعا بگیم که این کاری میکنه. پس ناخودآگاه نیست. میتونیم بگیم ناآگاه یا در سطح زیر رادار آگاهی. بله، 98% انرژی مغز صرف کارهایی میشه که قبل از آگاهی به انجام میرسه. ممنون، مرسی. دوستی سوال کردن که از آقای دکتر بپرسید که مغز در 6 حالت خواب، حالت خواب و بیداری، بیهوشی با دارو در اتاق عمل، بیهوشی خیلی کوتاه ناشی از ضربه به سر، بیهوشی ناشی از پایین افتادن قند خون یا افت فشار خون، حالت کما، آیا مغز در این حالتها میتواند صدای اطرافیانش را بشنود و با اون صداها داستان سازی کند؟ ببینید، در کما اگر آگاهی وجود نداشته باشه، که مثلا در هوشبری با داروها نیست، در کما عمیق نیست، در پایین افتادن فشار خون به طوری که آدم دچار سنکوپ شه و آگاهیشو از دست بده، این در هر وقت که آگاهی از بین میره، حافظه هم از بین میره دیگه. آدم نمیتونه چیزی به خاطرش بیا که بعداً داستان سرایی بکنه ازش. اما اگر آگاهی وجود داشته باشه، حالا ممکنه مختلف باشه، ولی باید حتما یک سطحی از آگاهی وجود داشته باشه تا اون پدیده هایی که در مغز ایجاد میشن، هرچند در هم بر هم، بتونه به حافظه سپرده شه، به هیپوکامپ برسه و هیپوکامپ اینا رو بعداً داستان سرایی بدهشون به نیمکره چپ و نیمکره چپ ازشون داستان بسازه. اما اگر مغز کاملا، آگاهیش کاملا نباشه، قشر جلو پیشانیش کاملا سالم کار نکنه، داستانهایی که میسازه قابل اعتماد نیستن و جز هذیانه ها حساب میشن. مثل همون ادراکات نزدیک به مرگ که قشر جلو پیشانی شرح دادم در جلسه 3-4 هفته پیش که چرا قشر جلو پیشانی اول از کار میفته. در سنکوپی، در همه اختلالات کلی مغز، به اینجا تمام ادراکاتی که ایجاد میشه منسجم نیستن، اون فیلتر حقیقت یاب نیستش، به این جهت اینا جزء توهمات حساب میشن. حالا اگر هیپوکامپ کار کنه اینا رو نگه میداره، بعداً آدم میتونه داستان سرایی کنه و یه چیزایی بگه که به نظر خود صاحبش هم حقیقت میاد، چون هر چیزی که مغزمون میسازه بالاخره به نظرمون حقیقت میاد. گرچه بایستی اینجا هستش که بایستی از دیگران کمک بگیریم ببینیم که آیا اونا هم همین ادراکات رو دارن یا ندارن، چون ادراکاتی ارزش داره که برای بین همه آدم ها مشترک باشه و قابل مطالعه هم باشه. وگرنه اگر از این نرمه در بیاد همه ادراک نکنن، پس این جزء توهمات میشه. پس این تمام حالاتی که گفتن، مثلا حتی بیداریه، اگر آدم یک کمی رخوت داشته باشه، خوابش بیاد، کاری نداشته باشه، ادراکاتش هم خیلی زیاد
ممکنه خیلی زیاد با واقعیت همراه نباشه. شما وقتی کتابی رو دارین میخونین، وقتی خوابتون میگیره، چرتتون میگیره، رشته کلام از دستتون در میاد، اصلا نمیفهمین که چی دارین میخونین. درسته؟ پس اینجا هستش که مختل میشه دیگه. وقتی که بیهوشی و کما و اینا دیگه اصلا چون آگاهی نیست دیگه، هیچ چیز قابل مصرف و قابل اعتمادی ایجاد نمیشه توی مغز. بله ممنون. از دوستانی که سوال رو در لایو مطرح میکنن، اولویت رو متاسفانه باید بگذاریم به سوالاتی که دوستان در یکی دو روز گذشته برای ما فرستادن. اگر وقت باقی بمونه که حتما سوالات شما رو من اینجا نوشتم و میپرسم از آقای دکتر، اگر بشه که ایشون لطف بکنن و پاسخ بدم. البته یه دوستی مربوط به سوال قبل که شما در مورد ناخودآگاه صحبت کردین گفتن که پس ناخودآگاهی که در روانشناسی وجود داره اون آیا معمولش فرق میکنه؟ چون این ارتباط داشته به سوال قبلی، من میپرسم از آقای دکتر. بله، ناخودآگاهی که تو روانشناسی میگن و باعث میشه آدم پدیده های روانشناسیش تحت تاثیر قرار بگیره، همون سیستم حافظه آدم هستش. همون اتفاقاتی که در گذشته افتادن همیشه زیر رادار آگاهی در ساختار پدیده های روانشناسی دخالت دارن. این ناخودآگاه فرویدی هستش. بله بله. سوال بعدی از چرا بیماری های روانی حذف نشدن؟ چرا حذف نمیشن؟ علتش چیه؟ حذف نمیشن یعنی از بین نمیرن؟ آره، چرا یا یک بچه‌ای که به دنیا میاد این مشکل رو ژنتیکی داره به همراه خودش، و یا کسانی که در فرایند زندگیشون این اتفاق براشون میفته، چرا این از بین نمیره؟ ببینید، اگر اختلال ساختار ژنتیکی در ساختار خود مغز باشه، این یک ساختمانیه که خب اشکال کلی داره دیگه، به خاطر اینکه از بنیادش خرابه اصلا. حالا اینو میذاریمش کنار. ولی مغز آدم، فکر کن یه بچه هم متولد میشه، مغزش هم سالم هست، ژنتیک سالمی داره، عوامل اپیژنتیکی مضری هم براش اتفاق نیفتاده، ولی مغز این بچه ساخته شده که با محیطی که درش زندگی میکنه تطابق پیدا کنه. و محیط زندگی از لحظه فکر میکنن حتی به محض اینکه مغز شکل میگیره توی رحم مادر، عوامل محیطی که حتی برای مادرش اتفاق میفته، کورتون خون مادر رو بالا میبره، آدرنالینش رو بالا میبره، خانم سیگار میکشه، نمیدونم مشروب میخوره، قهوه زیاد میخوره، کمخواب، اضطراب داره، افسردگی داره، اینا در رشد مغز بچه هم اثر دارن. حالا این بچه متولد میشه با یه مغزی که حالا فکر کنیم کاملا سالم، ولی این مغز ساخته شده برای که تطابق پیدا کنه با محیط و هر لحظه ساختارش عوض میشه. یعنی عوض میشه به این صورت که سیناپس هایی که درش هستن قوی و ضعیف میشن. اگر اتفاقاتی بیفته که مرتب اثر سو دارن، سیناپس هایی که در مغزش هست مربوط به این اتفاقات قویتر و قویتر میشن و خیلی راحتتر این نورون های مربوط به اتفاقات بعد تخلیه الکتریکی انجام میدن. و اگر همین کار تکرار شه، همین اختلالات روانی رو ایجاد میکنه که باش مواجه هستیم. به این جهت اگر میخواین، اگر بچه‌تون از نظر ژنتیکی خوب هست، در موقعی که داره رشد بیان ژنتیکیش شروع میشه، یعنی در دوران جنینی، باید خیلی مراقب باشین که عوامل اپیژنتیکی مضری وارد نکنن. بعد از اونم بایستی اگر میشه یه خانواده‌ای باشه که محرکاتی که وارد مغز این بچه میشه محرکات مناسب باشه، کشمکش کمتر باشه، اضطراب درش کمتر ایجاد کنه، افسردگی. اگر همینجوری ادامه پیدا کنه، مغز کاملا خیلی مشکل میشه عوضش کرد. مخصوصا اتفاقات خیلی وخیمی که با احساسات خیلی قوی همراه هستن اثر خیلی زیادی دارن. بیشتر از همه اینا هستن که اثر طولانی مدت میذارن. اما به جز اون اختلالات ژنتیکی و یه مقداری از عوامل اپیژنتیکی،
بقیه رو تا مقدار خیلی زیادی میشه با دارو، با روان درمانی، با بهبود محیط، بهبود خانواده میشه تخفیفشون داد و درمانشون کرد. همین کار روانپزشکی و روانشناسی همین هستش. یعنی اینجوری مغز اینجوری نیستش که مثل یه تیکه صخره باشه که یه اتفاقی براش افتاد مثل یک دیگه همینه میمونه همیشه. چنین چیزی وجود نداره اصلا. حتی اتفاقات خیلی بدم که میفته مغز مرتب سعی میکنه ترمیمشون کنه، ولی خب نباید مرتب باشه. اگه یه چیزی همینجوری مثلا 40 سال گذشته با این کشمکش اجتماعی که در ایران هست، خب مسلم مغز آدمو 40 سال تحت تاثیر این عوامل منفی قرار بدین، خب خیلی مشکل میشه بعداً اینا رو تصحیحشون کرد. ولی این نیستش که نشه تصحیحشون کرد. بله، بسیار عالی، ممنون. یه توضیح کوتاهی بدم راجع به صحبتی که خانم بدیعی کردن. دوستانی که پیام میفرستن و سوال میکنن ظاهرا دیگه اینجوری رویه به این شکل شده که چون توی لایو هم سوالات خیلی زیادی میشه، هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام و هم تو جاهای دیگه ای که الان داره برنامه پخش میشه، من یه تدابیری گذاشتم که این سوالات جمع میشن. دوستان حالا اشکالی نداره، هر کسی سوالی داره میتونن بپرسن، ما اینا رو داریم جمع میکنیم که حالا برنامه‌های آینده‌ای هم که گذاشتیم حتما به اون سوال‌ها هم خواهیم پرداخت. منظور این که این سوال‌ها بی جواب نمیمونن، حالا به لطف جناب دکتر که همیشه لطف میکنن و وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن. البته من تون اینجا می‌نویسم، حالا با اون تدابیر شما من در جریان نبودم، ولی اونایی که دیدم به چشم خودم اینجا نوشتم. ممنون. حالا جاهای دیگه هم سوالاتی میپرسیدن دوستان، هم توی یوتیوب هم توی فیسبوک، که من حالا سعی کردم که همشون رو ذخیره کنم که بتونیم در برنامه بعدی هم ازشون استفاده کنیم میشه و جواب بگیریم. فقره بندی کنید، مثلا سوالات خواب و همه رو با هم سوال کنید، سوالات مثلا طرز کار مغز رو با هم، یا همین چیز، اینا رو فقره بندی کنید، شاید با یک جواب بشه تعداد زیادی از سوالات رو اگر اطلاع داشتم بشه جواب داد. بله حتما، ممنونم. حالا در برنامه‌های بعدی پیشنهاد خیلی خوبی است. برنامه بعدی سعی می‌کنیم که حالا بود خیلی سوالای تکراری که بود، ما سعی کردیم از اینا مشابه‌هاش رو فقط انتخاب کنیم. ولی خب حالا اگر موضوعی هم از جلسات آینده انجام بدیم برنامه رو، خیلی فکر می‌کنم بهتر باشه. سوالاتی که در رابطه با موضوع خاصی هست جمع کنیم و کلاً به موضوعات بپردازیم. چشم، حتما این کار رو هم انجام میدیم. اما بریم سراغ سوال بعدی. دوستی پرسیدن که داشتن باورهای دینی که از طریق تربیت و فرهنگ و اکتساب شکل میگیرد را بحث اراده آزاد میتوان گنجاند. در بحث اراده آزاد میتوان گنجاند که با افزایش اطلاعات انسان باورهای خود را کنار میگذارد، که این میتواند یک اراده آزاد شخص باشد، ولی قرار گرفتن شخص در خانواده و جامعه مذهبی باعث رشد باورهای مذهبی میشود. ابتدای این امر اجبار و ترک آن اراده است. آیا میتوان چنین برداشت کرد که رفتارها نسبت به شرایط و زمان میتواند ارادی یا اجباری باشد؟ ببینید، رفتارهایی که از آدم سر میزنه یا با ادراک اراده همراه هستش یا با ادراک اراده همراه نیست. حدود بیشتر از 90% رفتارهایی که میکنیم همراه با ادراک اراده نیستش. ولی اراده آزاد، باید اراده آزاد رو متوجه باشین تعریفش. اراده آزاد یعنی اینکه یک نیروی مستقل از بافت مغز وجود داره، یک نیروی ماورای طبیعه که در اختیار یک موجود ماورای طبیعه دیگه که این بالا توی سرمون روی تخت سلطنت وجودمون جلوس کرده، این اراده دستش هستش و کاری با کار مغز نداره. خودش تصمیم میگیره و با این نیروه مثل یک آدم مستبدی اون بالا نشسته و این نیروه مثل نیروی بسیجی و نیروهای سرکوبه دیگه استفاده میکنه. چنین چیزی نیستش. اراده فقط یه ادراک هستش، نیروی نیستش که خارج از ساختار مغز باشه. محیط به شدت در ساختار مغز اثر داره، همینجور که تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش
مطالعاتی که خودتون میکنید، ولی این که اینا ارادی هستند یا غیر ارادی، این یه موضوع جدا. اراده رو بایستی واقعا متوجه باشین که منظور از اراده آزاد چی هستش. ادراک اراده هستش و یک ادراکیه که ادراک آزاده ولی در حقیقت آزاد نیستش. درست؟ این وابسته به ساختار مغز هستش و محیط اجتماعی هم یک عامل بسیار قوی، یعنی به نظر من قوی ترین عامل در شکل دادن مغز هستش. شما مثلا رفتار کلی ایرانی ها رو در 40 سال گذشته با 40 سال قبلش، یا رفتار افغانستانی ها یا حالا رو با 40 سال قبل، یا رفتار افراد خاورمیانه رو حالا و تا زمان قبل مقایسه کنید، همه جا دنیا همینجوریه. به سرعت مغز شکل میگیره و خودشو عوض میکنه به خاطر اینکه ساخته شده که تطابق پیدا کنه. یعنی الان اگر تو ایران مثلا کلاهبرداری شایع شده، این هستش که این مغز مجبور میکنه این وجوده رو که کاری بکنه که بقا پیدا کنه. درست؟ نمیشم. به همین جهت من بارها گفتم مسئولیت اخلاقی وجود نداره، چون مجبورش میکنه مغز این طرف، به خاطر اینکه مثلا گرونی نون نداره، گوشت نمیتونه بخره، مجبورش میکنه یه کارهایی بکنه که ضد اخلاقی هم هست ظاهرا، ولی اجبارش میکنه که این کارو بکنه. به همین جهتی که بارها گفتم مسئولیت اخلاقی نداریم در مقابل رفتارمون، چون این مغز ساخته شده که حالا با یا بدون ادراک اراده بهمون میگه که برای که زندگیتون ادامه پیدا کنه این کارو باید بکنی. من تصمیم گرفتم که این کارو بکنم، حالا اینو نسبتش میدم به تو که این کارو بکنی، بلند شو برو این کارو بکنی. همش هم خودش ایجاد میکنه و کاملا هم مطابق با محیط تغییر شکل میده. حالا محیط مذهبی باشه، مطمئنا اگر ایران به جای مذهبی ها کمونیستا میگرفتن یا مجاهدین میگرفتن ایران رو بعد از شورش 57، اکثر آدمایی که الان تو مساجد هستن یه پرچم قرمز ستاره‌ای دستشون بود و دنبال کمونیستا را میافتادن، به خاطر اینکه فکر این مغزه میگفت برای که تطابق پیدا کنی حالا باید دنبال استالینیسم و نمیدونم ماویستا یا مجاهدین یا بقیه بیفتید. این دیگه بالاخره کاریه که این مغزه انجام میده و با ادراک اراده هم ایجاد میکنه که بله، به خاطر اینکه میخواد بگه که این تو هستی که این کارا رو میکنی. درسته که من مجبورت میکنم، ولی در نهایت بهت این ادراک رو میدم که خودت داری با آزادی این کار رو انجام میدی. در حالی که اگر وقتی که آدم میشینه میبینه خیلی کارهایی هم که ممکنه بکنه برخلاف استاندارد اخلاقی خودش هم هستش، به شرطی که اون استاندارد اخلاقی در اثر اجتماع فاسد نشده باشه، که همون ذکاوت اجتماعی آدم هستش. که ذکاوت اجتماعی یه پتانسیلیه که هستش، حالا میتونه کاملا بسته به اجتماع عوض بشه. میتونه یک آدم دزد یا کسی رو درست کنه که بمب خودش میبنده 50 60 نفر 100 نفر رو توی مسجد منفجر میکنه، یا همون آدم اگر توی دانمارک بود میتونست یک مهندس خیلی خوبی بشه و به اجتماع کمک کنه. همون آدم همون مغز منتها اجتماع میتونه عوضش. من اونو توی خیلی از هموطنان خودمون تو ایران و امریکا میتونم مقایسه کنم، حتما شما هم خبر دارید. بسیار عالی، ممنون. این در واقع بقا مقدم بر اخلاقیات دیگه معمولا. ببین اخلاقیات و مغز ساخته که بتونه با اجتماع تطابق پیدا کنه. همش مسئله ادپتیشنه، همون چیزی که داروین اینقدر تایید میکرد روش. زیست شناسی، بیولوژی، موجود زنده باید با محیطش تطابق پیدا کنه، اگر نکنه محکوم به فناست. این اصلا داروینیسم اجتماعی هم ازش گرفتن و الان کاملا میبینیم اجتماعاتی که نمیتونن تطابق پیدا کنن با
با روابط بین المللی محکوم به سقوطن. به کشور خودمون نگاه کنید، سوریه و عراق و افغانستان و سومالی و نمیدونم اتیوپی و اینا رو هم نگاه کنید، نمیتونن با اجتماع جهانی تطابق پیدا کنن، همشون هم محکوم به فنا هستن. بله. خب حالا یه کوچولو من یه پرانتزی باز بکنم، یکم سیاسیش کنم. شما از واژه شورش استفاده کردین، چرا آقای کیمیایی؟ ببینید، به نظر من انقلاب وقتی هستش که یه فلسفه داشته باشه. گوش میدید؟ یعنی بر اساس آگاهی مردم باشه یکی، و بر اساس یک فلسفه ای داشته باشه که بر اساس اون فلسفه این هدف این حرکتی که مردم میکنن این کار به نتیجه برسه. من از چند تا از متفکرات حالا پرسیدم، متفکرایی که از بنیانگذار همین انقلاب هستن و اکثرشون در رفتن و فرار کردن. گفتم فلسفه شما موقع انقلاب چی بود؟ هیچ کدامشون جواب نتونستن بدن. ایدئولوژی داشتن، ایدئولوژی مذهبی بود، ولی فلسفه با ایدئولوژی فرق بود. یعنی یه عقلانیتی توش نبود. و یعنی این که آزادی بیان وجود نداشت در اون زمان مثل الان و غم نان، همه اینها میتونه هدف اون انقلابه باشه. چرا؟ ببینید، مردم خیلی از مردم و ناآگاهانه فکر کردن که آقای خمینی گاندی هستش. مردم رو چنان گول زدن که فکر کردن که یعنی اون رهبران انقلاب، آقای خمینی تو پاریس که نشست گفت من میخوام دموکراسی فرانسوی بیارم. من میونه کلامتون البته جسارت میکنم، ولی مردم فریب خوردن به این دلیل که فکر نمی‌کنید انگلیس، آمریکا، فرانسه نقش داشتن در این جریان؟ ببینید، یه روابط بین المللی هستش. میخواید نظرمو بگم راجع انقلاب چنان دوست دارم. ببینید، شوروی وارد افغانستان شد، درست، و یواش یواش داشت می آمد که اون وصیت پدر کبیر رو بگه که روسیه باید با آبهای گرم خلیج فارس راه پیدا کنه. اول آمد افغانستان، برنامه‌ش رو میدونین که این بدبختی رو سر افغان آورد. شاه هم سرطان گرفته بود و میدونستن که خیلی بهتر از ما میدونستن که چقدر عمر خواهد کرد. سرطان غدد لنفاوی گرفته بود، لنفوم داشت و تمام اعضاشو گرفته بود و این غربی‌ها فکر کردن که پسرش نمیتونه و فرح هم فکر میکردن که افکار چپ داره و توده‌ای ها اون پشت همیشه تو صحنه ایران، همجور که تو قیام 28 مرداد باعث سقوط مصدق شدن، اون پشت هستن و به محض اینکه شاه بمیره این کمونیست‌ها میان. و امریکا و غرب در گوادلوپ تصمیم گرفتن به هیچ وجه ایران رو در اختیار کمونیست‌های شوروی قرار نخواهند داد. بهترین کسی رو که میتونستن انتخاب کنن در مقابل ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی اسلام بود که بسیار خشن هست و با همون ایدئولوژی طالبان رو علم کردن و شوروی رو بزرگترین شکستش رو توی افغانستان همین مسلمان ها دادن و نتیجه گرفتن که بهترین چیزی که میتونن کمونیست رو در ایران هم سقوط بدن همین امثال آقای خمینی هستش. و کاری هم که خمینی کرد، اول همه تمام چپی ها رو قلقم کرد. درست؟ اکثر کسانی که اعدام شدن رهبران حزب توده بودن، بعدش هم این تلفیقی های مجاهدین بودن. این برداشتی هستش که من از انقلاب کرد، از شورش 57 کرد. مردم هم گول زدن که بهتون آزادی میدیم، اتوبوس مجانی میدیم. ربطی نداره به اینکه ما بگیم اون شورش بوده. در واقع وقتی که من و شما از یک شرایطی ناراضی هستیم، میگیم آقا بریم بیرون اعتراض کنیم. به این نمیگم شورش. ما یک هدفی داریم، هدف ما اینه که آزادی قلم وجود داشته باشه، آزادی بیان، غم نان وجود نداشته باشه، کما اینکه الان بدتر شده شرایط. ولی من میخوام بگم این شرایط سخته بوده که مردم رفتن مطالبه کنن
یک آزادی، یک حق و حقوقی رو مطالبه کنن و به این میگن انقلاب. یعنی ما نمیخوایم و میخوایم اینو تغییرش بدیم. انقلاب یعنی دگرگونی، ببینید تغییرش بدیم. حالا اگر کسی دیگری این رو مصادره کرده یا فریب دادن مردم رو، خب این ما نمیتونیم اسم اینو عوض کنیم بگیم که انقلاب نبوده، شورش بوده. ببینید ببین انقلاب و مفهومش رو رهبران انقلاب تعیین میکنن. رهبران انقلاب ایران هیچ کدامشون با آزادی یا حق مداری باور نداشتن. یعنی آدم دیندار نمیتونه حق بده به مردم، حق با خداست. درست؟ و حالا من از بیرون، من تو ایران نبودم ولی از بیرون نگاه میکنم، میبینم که مردم ایران یک گول بزرگی خوردن و به همین جهت به شورش میگم. وقتی انقلاب هستش مثل انقلاب کبیر فرانسه که مردم میدونن چی میخوان، مردم میخوان سلطنت رو فرو بیارن، کلیسا رو فرو بیارن و آزادی به دست بیارن. این رهبرانشون، شما اصلا رهبران انقلاب فرانسه همشون معتقد به این کار بودن، ولی کدوم رهبر انقلاب ایران از کمونیستا گرفته که با خمینی همکاری کردن تا دیندارا، همش هیچ کدامشون واقعا و ثابت کردن در 40 سال گذشته که اصلا اعتقاد با آزادی و دموکراسی و حق مردم باور ندارن. و همین جهت رتروسپکتیولی یا نگاه به عقب این یک شورش بود و امیدوارم که مردم بیدار شن، دوباره کورکورانه به دام بقیه هم نیفتن، مطالعه کنن، انواع و اقسام حکومت ها رو آشنا باشن باش، ببینن چی مناسب ما هستش. خیلی در کمین نشستن، جیباشون هم دوختن، خیلی جیبای بزرگی هم دوختن که دوباره بیان همین در رو بر همین پاشنه بچرخونن. ولی اگر میخوان، اگر علت این که من شورش گفتم این بود که فلسفه نداشت توش، ایدئولوژی داشت ولی فلسفه نداشت، عقلانیت توش نبود. که ملت که آقا رو توی ماه دیدن ملت آگاه از سیاست نبودن. به هم البته باز میخوام یه توضیح کوتاه بدم. البته میانه این صحبت رو اگه بخوایم بگیریم میشه گفتش که در واقع سال 57 یک انقلاب شکست خورده ما داشتیم. حالا اینکه بخوایم بگیم که از اول اشتباه بوده، شاید یه مقدار در حق اون کسایی که واقعا توی این راه مردند و ما الان اون آرمان‌هاشون رو نداریم. برای اون سران اون کسانی که در این شکلگیری این حالا انقلاب شکست خورده سهیم بودند، به هر حال آرمان‌های آزادی اندیشه، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، تمام اینها رو توی برنامه‌هاشون و برنامه‌های آیندهشون داشتن. ولی متاسفانه ضمن اینکه اونها خلایی که در بعد از انقلاب با کشتارهای دست جمعی و این نسل‌کشی‌های خیلی شدید که به وجود اومد، شاید اون آرمان‌ها در واقع شکست خورد به خاطر نبود، به خاطر خلای بسیار شدیدی که توی اون جامعه به وجود اومد و شاید مردم عادی نتونستند جای اون رهبران رو پر بکنن به خاطر اینکه آگاهی‌های آنچنانی نداشتن. میشه گفت شاید که انقلاب شکست خورده، به قول هانا آرنت تو کتاب اختیار آزاد زیستن. به نظر من، خب من جوانیم و دانشگاه و اینا تو ایران بودم، در زمان شاه مردم ایران اجازه نداشتن سواد سیاسی پیدا کنن. یعنی شما یک کتاب خمینی رو نمیتونستین بخونید، یک کتاب کمونیستی رو اگر من رفتم کوی دانشگاه، روز اول یه نفر آمد 4 تا کتاب کمونیستی بهم داد، گفت اینو بخون تا هفته دیگه ببینم چی کار میکنم. گوش میدی و من وای ناز شدم. کوی دانشگاه در آمدم رفتم دیدم اینجا جای درس خوندن نیستش، در آمدم رفتم بیرون از کوی دانشگاه و نمیذاشتن. اگر از من یک کتاب کمونیستی رو زمان شاه میگرفتن ساواک بیرون هم میکردن دانشکده. ماها رو 3000 سال بی سواد سیاسی بار آوردن. این حکومت استبداد شاهنشاهی 3000 ساله نذاشتن مردم مشارکت در امور سیاسی رو پیدا کنن. به همین جهت یه خلایی بود که یه عده آدم بی سر و پا بلافاصله آمدن پرش کردن و یه عده از ماها هم گول زدن، من جمله خود منو، که فکر میکردیم که
بله با اطلاعی که از گاندی و هندوستان داشتیم گفتیم بله یک آقای نورانی، یه سید نورانی نوه پیغمبر آمده از آسمون برامون. شما اون شعر فروغ فرخزاد رو بخونید، اونم فکر میکرد که این سیده داره از راه میاد و فردا دونو مساوی تقسیم میکنه بین همه، در حالی که به خاطر بیسوادی سیاسیمون بود نمیدونستیم که این ملاها چی در سر دارن. ببین سواد سیاسی خب به دلیلی که سانسور بوده. اگر شاه به جای که خمینی رو فرستاد نجف، نگهش میداشت تو ایران، بیاوردش تو تلویزیون، با کمونیستا روبروش میکرد، با مجاهدین روبروش میکرد، به جای که بگیره ادامشون کنه، مردم میفهمیدن اینا چند مرد حلاجه. بله. ببین این بیسوادی سیاسی این بود. به همین جهت میگم شورش بود و انقلاب واقعی نبود. به خاطر اینکه انقلاب واقعی الان به نظر من ایران به شدت آماده یک انقلاب واقعی هستش. به خاطر همین اینترنت و آگاهی که مردم دارن، از دنیا خبر دارن، میرن بیرون، میان اطراف رو میبینن، از رفتار جهانیان خبر دارن. الان ایرانی‌ها و بعد ایدئولوژی دینم کاملا رنگ باخته. هیچ کس برای ایتیز کردن مردم به اندازه خمینی در تاریخ ایران کمک نکرد. بهت میگم این اصلا هیچ کسی به جز آخوندا اینقدر مردم رو نمیتونستن بی دینشون کنن. کاملا درسته. الان ایدئولوژی کمونیستی رنگ باخته، ایدئولوژی اسلامی رنگ باخته، ایدئولوژی میهن پرستی خیلی وقت رنگ باخته و نجات پرستی هم همینجوری. تنها چیزی که مونده یه لیبرال دموکراسی. امیدوارم که یک عده پیدا شن که واقعا اعتقاد داشته باشن به یه لیبرال دموکراسی و این جلو بیفتن و نه فردا به هیچ فردی نباید اجازه داد این کارو بکنه. باید گروه افکار سیاسی باشه و شاید ما رو نجات پیدا کنه. البته دوستان سلطنت طلب الان توی پیام‌های مختلف دارن تبلیغات من اتفاقا بیشتر از همه سلطنت طلبا فحشم میدن توی آره متاسفانه به هیچ وجه ادب ندارن، افاده کلام ندارن. من فکر میکنم که این از ناشی از یک بغضه، یک تعصبه. به جایی که ما بیایم ببینیم مشکل از کجا بوده، تاریخ رو بخونیم و ببینیم اشتباهاتی که در گذشته اتفاق افتاده تکرار نشه. این پرانتزی که من باز کردم، البته خیلی جسارت کردم در حضور شما دو بزرگوار و دوستان دیگر، این بود که این رو یه بهانه قرار بدم برای دوستانی که همراهانی که فکر میکنن اگر ما سلطنت طلبی رو نخوایم پس ضد مردم هستیم، ضد در واقع صلح هستیم. میخوام بگم که اگر اینجا این برنامه رو داریم اجرا میکنیم این سیستم رو قبول نداریم، سیستم جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، هر ستایی که الان اینجا هستیم. و این که میاید انگ میزنید نمیدونم ما مزدور هستیم، حقوق بگیر هستیم، فلان هستیم، این راه درست یک مناظره و گفتگو نیستش. از همه شما سلطنت طلب ها رسما دعوت میکنم، چنانچه اگر میخواید بیاید دفاع بکنید از اون تفکر خودتون، از اینکه یک شاه رو حالا دوست داشتید و منتظر هستید که یک شاهزادی از راه برسه و شما رو نجات بده، از شما دعوت میکنم که بیایید و در این برنامه زنده رو در رو گفتگو بکنیم، رو در رو از شما فقط چند تا سوال بپرسیم. آیا میتونید این سوالهای ما رو پاسخ بدید یا خیر؟ مخصوصا از آقای پرهام راوی مجموعه آوای بوف که از بابت برنامه قبلی که داشتیم و معرفی خاطرات فرخ بود گمان میکنم که از لحن معرفی این کتاب بنده، یعنی که لحن من ناراحت شدن که فکر کردن که من تمسخر کردم ایشون رو، یعنی اون کتابی که ایشون زحمت کشیدن و روایتش کردن، ضبطش گرفتن. اگر چنانچه اعتراضی دارید راجع به این موضوع که میخواید بگید که سلطنت طلبی خوبه و ما روبروش هستیم، بیایید در این برنامه از شما رسما دعوت میکنیم که گفتگو بکنید. خوشبختانه آقای دکتر کیمیایی هم بارها در پست هاشون اومدم و گفتن آقا نه ملا
نه شاه. یعنی این فکر میکنم دیگه اصول منطق باشه. ما هیچ چیز رو ما از پرستش خدا گذشتیم و گذار کردیم. حالا دیگه واقعا سنگینه که میخوایم یک شخص رو بیایم بپرستیم و اطاعت بکنیم ازش یا ازش بت بسازیم. ببخشید خیلی زیاده گویی کردم. اگر ببینید من یه نکته رو بگم. 3000 سال ما بیشتر از 3000 سال سلطنت داشتیم. نتیجه فروریزیش شده ملاها. اگر نمیتونیم از این 3000 سال تجربه بگیریم یه اشکالی در ذکاوت اجتماعیمون هست. شما نگاه کنید تو تمام تاریخ ایران فقط یک کریم خان زند بود که به مردم ظلم نمیکرد. فقط. هیچ کدامشون دیگه نبودن. باعث واقعا ننگه. همین محمد رضا شاه تنها جوانه دموکراسی تو ایران، یعنی انتخاباتی که باعث شد مصدق بیاد رو کار، خفه کرد. کسی بود که داشت منافع مملکت رو داشت از دست استعمارگرا در می آورد. شاهی مثل ناصرالدین شاه که یک مرد متفکر دلسوزی مثل امیرکبیر رو داد توی باغ کاشان رگش رو بزنن. من نمیدونم چجوری میشه از این سلطنت یه دونه رو پیدا کنید که واقعا به مردم احترام میذاشتن. شما جنگ جهانی اول رو نگاه کنید ببینید شاه‌ها بودن، ببینید 40% مردم ایران از گرسنگی مردن. شاه مملکت داشت که گندم ایران رو میفروخت با قیمت بالا به انگلیسی‌ها و به دیگران. که من نمیدونم اگر نمیتونیم از 3000 سال تاریخ تجربه بگیریم، نمیدونم چه اشکالی در آیا ژنتیکمون خراب شده. ببینید 3000 سال پیش، ببینید شوخی نمی کنم، 3000 سال پیش من امروز داشتم گوش میکردم اختلاف بین افلاطون و ارسطو رو. افلاطون که متاسفانه الگوی کشورهای اسلامی شده معتقد بود که یه آدم فیلسوفی مثل از فیلسوفای مثل خمینی باید سر کار بیاد، در حالی که ارسطو میگفت نه، فرد آدم ها مهم هستن و آدم ها باید حکومت کنن. ببین 2500 سال پیش اجازه داشتن یه حرف رو بزنن. الان اگه تو ایران یکی صداش در بیاد دیگه نمیدونم با اسوال سافلین میشورستنش. 3000 سال هم بود همین جوری بود. یه نفر در طول تاریخ ایران سر بلند نکرد، جرئت نمیکرد سر بلند کنه بگه آقای پادشاه چرا همه چیزا رو برای خودت داری. یه بار ما انقلاب کردیم، انقلاب واقعی کردیم، اونم انقلاب مزدکی ها بود بر علیه دربار ساسانیان که اونم خسرو پرویز رفت مثل دقیقا همه حالتی که در زمان مصدق اتفاق افتاد، از روم شرقی 200,000 تا سرباز گرفت اومد مردم رو سرکوب کرد. مردم داشتن نه زن در اختیارشون بود نه زمین در اختیارشون بود، همه چیز رو کلیسا و یا معبدها و حکومت در اختیار گرفت. مردم انقلاب کردن آمدن سرکوبشون کردن. میدونی این اگه ما نمیتونیم نتیجه از تاریخ بگیریم واقعا یه اشکال عمده‌ای در مغزمون هستش. یعنی میخوایم همون چیز رو تکرار کنیم. هیچ حرفی نیستش که ببین میگن مثلا ایران پیشرفت کرد، افغانستان هم بعد از جنگ جهانی پیشرفت کرد، تمام دنیا پیشرفت کردن، ما هم در این سیل پیشرفته جلو رفتیم. شما ببین همزمان آتاتورک با رضا شاه آمدن رو کار. آتاتورک دموکراسی آورد که الان هم مذهبی ها گیرش افتادن، نمیتونن از دستش نجات پیدا کنن، در حالی که رضا شاه همون مشروطه نیمبندی هم که ما داشتیم نیمبندش کردن از اول، اونم زیر پا گذاشت. بعدا هم که محمد رضا شاه آمد گفت اصلا من خودم هستم و من دست نشانده خدا روی زمینم و دیگه آسمون سوراخ شده، من افتادم، همه کارا رو باید خودم بکنم. اگر نمیتونیم نتیجه گیری کنیم دیگه دوباره همین بدبختیمون 3000 سال دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد. بله کاملا درسته جناب دکتر. ادامه صحبت‌های شما، البته شما کامل جامع همه رو توضیح دادید. بعد در رابطه با فعالیتایی که خودمون داریم و خانم بدی یه مقدار کوچیکش رو اشاره کردن،
من فکر می‌کنم همونجور که شما فرمودید عدم آگاهی از شیوه های حکومتی توی مردم ما بسیار نمود داره. حالا ما یه برنامه درست کردیم و تلاش می‌کردیم که شیوه های حکومتی و انواع مختلفش رو توضیح بدیم و آشنا کنیم مردم رو با این انواعش و بگیم که اگر فردای ایران به آزادی رسیدیم 100% خواهیم رسید با تمام این شجاعت هایی که مردم ما دارن نشون میدن، قطعا نیاز داریم که انتخاب کنیم تا دوباره به قول شما شورش، به قول دوستان انقلاب شکست خورده و این بلاها دوباره سرمون نیاد. ولی متاسفانه یه مشکل دیگه کنار این مشکل هست و اون اینه که خیلی از عزیزان اینکه آدم خودش فکر بکنه و خودش تصمیم بگیره و با اراده و ذهن و مطالعاتی که خودش داره بتونه در واقع تصمیم و یا اون حرفش رو بزنه، این رو خیلی ها نمیتونن بپذیرن یا اینکه اصلا این رو توی ذهنیت خودشون اون چارچوب هایی که دارن اجازه نمیده که بگن خب من یک انسان آزادم و خودم میتونم تصمیم بگیرم که از چه چیزی خوشم بیاد. ممکنه از یک بخش کوچیکی از کمونیسم خوشم بیاد، ممکنه یک بخش کوچیکی از لیبرالیسم خوشم بیاد و ترکیب اینها رو من میتونم بگم که یک جریان خوبی هست. و متاسفانه میبینن که ما خب مثلا با سلطنت زاویه داریم و یا نقد میکنیم، شروع میکنن به این که خیلی خب پس شما کمونیستید. میگیم آقا کمونیست اصلا باطل شده دیگه دورش، الان یه زمانی بود و اون گذار کرده. میگن خیلی خب پس اگه دوتا اینا هم نیستید نهایتش دیگه مجاهدید شما. بعد دیگه غیر از این سه تا هم وجود نداره. بعد ما باید بریم ثابت کنیم که آقا نه ما به اونها هیچ ربطی نداریم، ما از کسی پول نمیگیریم. آره آخرش هیچ کدوم از نیست، پس جمهوری اسلامی هست. ولی خسته نشید قبونید، این وظیفه هستش. واقعا شما کار بزرگی هم دارین میکنین برای آگاهی مردم. خسته نشید. من براتون یه چیزی بگم. یه نفر از من پرسید، یک دو بارم نوشتمش که یک معیار عقلانیت اجتماعی چی هستش. ببینید اجتماعی عاقله که از تجربیات دیگران استفاده کنه. یعنی این در آدم هم اینجوری ها. اگر بتونیم نگاه کنیم اطراف ببینیم که آیا روس ها موفقن یا دانمارکی ها موفقن، درست، یا عراقی ها موفقن یا افغانی ها موفقن. این تجربه خیلی کم خرج‌ترین هم هستش، خیلی هم ابجکتیوه. میتونید استانداردها رو نگاه کنین، استاندارد خوشبختی رو، وضع زندگیشون و صنعتشون و فرهنگشون و اینا رو جمع آوری کنید، نگاه کنید، اون وقت مقایسه کنید با بقیه تمام روش‌های سیاسی که هستش، ببینید کدومشون بهترین کار همینه ها. خیلی هم ارزونه. آدمی عاقله که بتونه از تجربیات دیگران استفاده کنه. عاقل ترینه. عاقل اونه که خودش تجربه کنه و مغز پرورش یافته‌ای داشته باشه. ولی احمق ترین آدم اونه که از تجربیات خودش و از تجربیات دیگران هم درس نگرفته باشه. یعنی من اگر 3000 سال سلطنت رو میشینم مطالعه میکنم و هنوز طرفدارش هستم، باید یه ذره فکر کنم که آیا یه اشکالی تو اینجا هستش یا واقعا ژنتیک من عوض شده. به آخر 3000 سال خیلی طولانیه که آدم میتونه کاملا بیان ژناش عوض شه. و من فکر میکنم که ما یه اشکال شعور اجتماعی داریم. حالا خیلی هم راحت میتونیم گول بخوریم، خیلی خیلی راحت، و بایستی همون مرتب همه چیز رو زیر سوال ببریم و یکم مطالعه کنیم. واقعا الان دنیای کتاب و اینترنت و اینا هستش. امیدوارم از این مهلکه عمیق نجات پیدا کنیم. باید هم آزادی باشه، حزب باشه، حزب کمونیست باشه، حزب نمیدونم سوسیالیسم نرم باشه، حزب لیبرال باشه، محافظه کارا باشن، همه اینه. ببینید تنها کشور موفق خاورمیانه اسرائیل هستش. من با ایدئولوژیش کاری ندارم، با ایدئولوژی مذهبیش، ولی ببینید الان حکومتی که روی کار هستش مجبور شده از عربا
با عربا ائتلاف کنه تا بتونه اکثریت پیدا کنه. درست؟ و همین جهت هستش یک کشور کوچیک در مقابل 1.5 میلیارد مسلمون همشون رو به سیخ کشید. الان هر کاری تو ایران میخواد میکنه بدون اینکه حکومت بتونه کوچکترین واکنشی نشون بده. فقط هم دلیلش حکومت درد بخورش هست. من با ایدئولوژیش کار ندارم، خیلی میتونم ایراد بگیرم از رفتاری که با فلسطینیای بیچاره میکنه. کاملا حکومت نجات پرستی قومگرا هستش، ولی سیستم حکومتی چند حزبی. شما الان میبینید که تو اروپا هر کدامشون میخوان حکومت رو در دست بگیرن مجبورن ائتلاف کنن با سبز و نمیدونم با چپ و با راست و اینا ائتلاف کنن. لازم نیستش یه حکومت بیاد که 98% رأی از مردم بگیره. دقیقا بله همینجوریه. به هر حال اون رنگارنگی افکار و عقیده هاست که جامعه رو میسازه و به هر حال همه حق زندگی دارن، فقط باید به اون حق و حقوق همدیگه احترام بذارن و اونم در لوای تنها قانون. من فکر می‌کنم در صورتی که این قانون آلوده به هر اسم و آلوده به هر مکتب و هر شخص پرستی باشه، مطمئناً حق و حقوق خیلی ضایع میشه و به هر حال چیزی میشه که الان تو جمهوری اسلامی داریم. به هیچ عنوان دنبال رهبر شخصی نباشین. یعنی به هیچ عنوان هر کس اومد سعی کرد که چوپان بشه اجازه بدین، وگرنه گوسفندتون خواهد. باش. بله. خب یه چند تا سوال مونده، اگر بشه که من مطرح بکنم، اگر البته آقای دکتر خسته نشدن. و خیلی عذرخواهی میکنم. خیلی لذت میبرم باهاتون صحبت میکنم. خیلی بهره میبریم، درس میگیریم از شما آقای دکتر. ممنونم از توضیحاتتون. سوال بعدی که دوستی پرسیدند، گفتن چرا آمار جرم و جنایت مردها بیشتره؟ آیا ضعف مردها در همدلی و کنترل اخلاقی ناشی از تفاوت ساختار مغزه که این اتفاق میفته؟ برتری طلبی مردانه و مساوات طلبی زنانه چه ربطی میتونه به ساختار مغز داشته باشه؟ ببینید، بدون شک ما در دنبال بقیه حیوانات هستیم. درست؟ یعنی ماها یه فرم تکامل یافته یا پیشرفته شامپانزه ها هستیم. شما در یک گروه شامپانزه نگاه میکنید، حدود 75% نرهاشون یعنی مرداشون قبل از اینکه به سن بلوغ برسن کشته میشن به خاطر ساختار. حالا ساختارشون میگم که چه اتفاقی میفته. یعنی اصلا خشونت به طور کلی توی جنس مرد توی زیست شناسی بیشتر هستش در حیوانات مغزدار. شما الان من نگاه میکنم، من میرم پیاده روی، قازا بچه الان آوردن، اون حیوان نره وقتی میخوام نزدیک شم، حیوان نره شروع میکنه به حمله کردن. ماده داره به بچه ها میرسه ولی نره حمله میکنه. و درست ما یک کپی پیچیده از حکومت از رفتار قبیله‌ای شامپانزه رو پیاده کردیم، مخصوصا دو کشورهای استبدادی. یه آلفا میل یا یه نر آلفای اون بالا نشسته، همه چیزا در اختیارشه و بدون اجازه اون هیچ کاری نمیشه انجام داد. حالا ساختار مغز مردا از ابتدا در همون لحظات اول جنینی، در روزهای اول، یک ژنی هستش که ژن تعیین کننده فعالیت بیضه بهش میگن. اوکی، این در یک دو سه روزی فعال میشه و بعدا از فعالیت میفته. این باعث میشه که اگر کروموزوم وای باشه، این باعث میشه که ساختار مغز مردا به طرف همون شامپانزه های نر کشیده بشه. یعنی مسئول حفاظت از محیط باشه، قدرت عضلانیش بیشتر میشه. 6% مردها متولد میشن ضد اجتماعی، یعنی ساختار علت هم اینه که ضد اجتماعی هستن که بتونن با این رفتارهای خشونت آمیز از قبیله، در قدیما از قبیله چون خیلی خشن بودن، این 6% رو میفرستادن که از قبیله
محافظت کنه. ولی الان تو جنگ بین قبیله نیست، همین 6% افتادن جون مردم قبیله، همین مردم خودمون، در حالی که اختلال ساختار زنها فقط 3%شون ضد اجتماعی هستن، یعنی 50% بیشتره، شیوعش 100% بیشتره در مرد. اون وقت اگر تستوسترون رو خارج کنید، یعنی یه بیماری هستش که گیرنده آندروژن یا تستوسترون وجود نداره. نگاه کنید، اینو من چندین بار گذاشتم، عکسای مردایی که آندروژن هم گیرنده آندروژن ندارن دقیقا میشن مثل خانوما، یعنی هم قیافه ظاهریشون و هم رفتارشون میشه عین خانوما. یعنی این تستوسترون هستش که همه خشونت ها رو ایجاد میکنه و باعث میشه 25% تا 30% قدرت جسمانی مردا بیشتر شه و مردا یاد گرفتن در طول تاریخ از این قدرت جسمانیشون برای سرکوب خانوما استفاده کنه. و همون رفتاری که آلفا میله، شامپانزه آلفا میل انجام میده و تعصب داره که کسی دیگه به ماده ها نگاه نکنه، در مردای به ماها هم به ارث رسیده و همون تعصبات نسبت به زنها داریم. یعنی حالا اگر چند زنی هم که این چند همسری هم کاملا یه رفتار شامپانزه‌ای هستش، یعنی اصلا هیچ گونه ارتباطی با آدم پیشرفته نداره که باید مونوگاموس باشه، تک همسر باشه. این کاملا یه رفتار کاملا حیوانی هستش که به مردا رو تشویق میکنن که 4 تا 5 تا زن، حالا 4 تا زن رسمی و بی نهایت زن صیغه‌ای بگیرن. این کاملا شامپانزه‌ای هستش و باقی مانده همون رفتار حیوانی هستش که جز همونا هستیم و نتونستیم هنوز از یه هوموساپینس واقعی باشیم، نتونستیم. خیلی این خرده خیلی به خاطر اینکه اون ذکاوت اجتماعیمون که قشر حلقه پیشانی هست و دفعه قبل با هم زیاد صحبت کردیم راجبش، خیلی پیشرفت نکرده. من چندین بار نوشتم که اگر میخوایم آرزو کنیم که در فرگشت بعدی چه اتفاقی افتاده، بگم ژنتیک این ساختار عوض. یه اتفاق دیگه هم افتاده، تعداد سلولای فونکونومو یا ونکونومو در مغز هستش که به نظر میرسه در خانم‌ها بیشتر از آقایون باشه. این سلولای ونکونومو احساس همدردی و همدلی ایجاد میکنن و اینو طبیعت گذاشته که خانم‌ها بتونن زجر حاملگی و شیر دادن و نگهداری از بچه‌ها تا سنین چند سالگی، بستگی به اجتماع که وابسته به خانواده هستن، اینو تحملشون کنن، در حالی که مردا چنین حالتی ندارن. اکثر مردا فقط به کمیت بچه‌ها اهمیت میدن، 14 تا بچه به اسم 14 تا معصوم بیارن، در حالی که خانم‌ها میخوان بچه کمتر و کیفیت بیشتر بیارن. به خاطر همین فشاری هستش که این سلولای ونکونومو میاره که همدردی و همدلی درشون بیشتر باشه. با هم جهت هستش وقتی استاندارد انسانیت رو بخوای معیارش رو اندازه گیری کنی، به همین سلولای ونکونومو بستگی داره که در خانم‌ها معیار انسانیتشون خیلی بیشتر از آقایون هستش. طوری که گفتن اگر این دکمه سلاح‌های هسته‌ای رو بدین به دست خانم‌هایی که مخصوصاً بچه دارن، به هیچ عنوان جنگ اتمی پیش نخواهد آمد. پس ساختمان هورمونیمون هستش و اون ارثی که از شامپانزه ها گرفتیم متاسفانه این اختلاف بین خانم ها و آقایون ایجاد کرد. بله خیلی عالی بود این پاسخ، متشکرم. آقای قره‌داغی بفرمایید. خواهش میکنم، ممنون. البته نمیدونم چقدر میتونیم برنامه رو ادامه بدیم، بستگی به آقای دکتر داره، چون سوالات زیاد هست. اگه بخوایم همه سوالا رو بخوایم جواب بدیم فکر کنم تا صبح باید شما همچنان در لایو باشید. ولی خب یکی دو تا سوال رو میپرسیم، بقیه‌اش رو میمونه برای فرصتی دیگه که شما وقت داشته باشید. بعد دیگه در خدمتتون هستم. بسیار عالی. خب دوستی پرسیدن که فکر می‌کنم این سوال یه مقدار هم نسبت به فضای امروز ایران هم جالب باشه و همین که
خود منم کنجکاو هستم، گفتن که این که گاهی میبینیم انسان‌ها به صورت کاملا ناخواسته و ناآگاه از آزار و شکنجه دادن دیگران لذت میبرند. البته گاهی این نوع رفتارها از کودکی با انسان همراه است، نهایتاً در جامعه تکامل می‌یابد و در آینده به عنوان شغل شخص انتخاب می‌شود. آیا لذت از شکنجه دیگران ذاتاً و طبیعتاً در انسان نهادینه شده، سیستم و فیزیولوژی در آن دخیل هستند؟ بله، همین فکر میکنم ارتباط به ساختار جلوی پیشانی و همین سلول های ونکونومو داشته باشه. گوش میدید، این هستش که همدردی و همدلی ایجاد میکنه. به همین جهت من تا حالا نشیدم یه خانمی شکنجهگر باشه. شنیدین تا حالا؟ معمولا مردا هستن. فاتی کاماندو داریم ولی شکنجهگر. ببینید، ولی درسته اونا به نظر من، گفتم این شعور اجتماعیه که رابطه زیادی با همین سلولای ونکونومو داره، اکتسابی هم هستش. یعنی همون فاطمه کماندویی که شما گفتین، اگر اون فاطمه کماندو در یه خانواده درست حسابی تربیت میشد یا در یک اجتماعی بود، مطمئنا نمی اومد موی خانم‌ها رو بکشه و به زور سوارشون کنه توی ماشین گشت ارشاد. بهش احترام میذاشت، دلش براش میسوخت، اگر هم میخواست نصیحتش کنه مثل آدم نصیحتش میکرد، نه با خشونت. ببین اینا به شدت اکتسابیه، یاد میگیره آدم و بستگی هم به ساختمان اصلیش داره. به نظر من تمام کسانی که من بعضی از قاضی ها رو مثل قاضی صلواتی، یکی دو تا دیگه شون هم مقیسه فکر میکنم باشه، من اینا رو یکی دو بار راجع به روانشناسیشون برداشت خودم از نزدیک، ولی کاملا میرسونه که این آدم ها هیچ گونه ارزشی برای جان آدم ها، یعنی هیچ ذره همدردی و همدلی در وجودشون نیست. این مثل به راحتی حکم اعدام صادر میکنن، به راحتی شلاق صادر میکنن، حبس ابد میدن. اینا به نظر میرسه که اونا آدمای ضد اجتماعی هستن. به همین جهت بارهای بار توصیه شده که وقتی که میخوان این کارا رو بدین به دست یه عده‌ای، حتما باید تست روانشناسی ازشون بکنید، ببینین که اینا واقعا آدمن، هوموساپینسن یا هومولوپوسن، اینا آدم گرگنوا هستن. به همین جهت هستش وقتی که کارا رو میخواین بدیم به دست یه آدم که کارش مهم هستش، میخواد تصمیم برای جون مردم بگیره، بایستی ببینید که این چقدر انسانیت در وجودش هست، این چقدر همدلی و همدردی داره. اگر یه آدم، ببینید آقای طاهر که الان رئیس بسیج، یکی از برادرها، من خبر موثق دارم دچار اسکیزوفرنی هستش و یه نفر دیگر رو فرستادن کنارش، نشوندن که رفتار اینو کنترلش کنه. به حکومتی که وقتی که اینو میذاره سر کار، دیگه از اون اجتماع نمیتونی شما غیر خشونت انتظار داشته باشید. ببین اینجوری هست. ولی همین آدما، شما فکر میکنید مثلا اگه ما یه حکومت دموکراسی آرومی داشتیم، یه آدم درست حسابی سر کار بودن، خودشون خشن نبودن، خودشون ضد اجتماعی نبودن، خودشون با یه امضا 6,000 نفر رو اعدام نمی کردن، آیا ما همین وضع رو داشتیم؟ وقتی که آقای رئیسی کسی که به راحتی حکم اعدام صادر میکرده میاد رئیس مملکت میشه، شما انتظار دیگه نداشته باشین که از اون جلادی که مردم رو تیر میزنه یا به حلق‌آویزشون میکنه یا توی زندان مسئول شکنجه هستش، از اون دیگه نمیتونه انتظار داشته باشین، چون دست نشانده یا آقای رئیسی هستش. اینا بیماری‌های اجتماعی هستن و آدم‌ها رو هم خیلی به شدت این بیماری‌ها مصری هستن. الان همین ایدئولوژی اسلامی یا کمونیستی یا هر چیزی، ببینید کشورها که مبتلا شدن بهشون چقدر زود مردم مثل یه بدتر از ویروس کرونا همه رو مبتلا میکنه. حالا بعضی‌ها رو بیمار میکنه، بعضی‌ها رو عوارض بیماری درشون ایجاد. به این جهت هستش که اینا واقعا اختلال دارن خودشون و حکومت‌ها هم اینا رو بالا میکشه و میاردشون که ازشون استفاده کنه، به خاطر اینکه خودشون برنامه دارن که مردم رو شکنجه بدن و آزار بدن.
بله کاملا درسته و ظاهرا هم هر چقدر هم جنایتکارتر باشند این افراد توی جمهوری اسلامی مقام و درجه بالاتری میگیرن. من این دادگاه حمید روری رو گوش میکردم، اصلا خیلی جالبه. این اصلا انگار در مورد انسان‌ها صحبت نمی‌کنه، انگار در مورد جون انسان‌ها حرف نمیزنه. یه نیشخندی همیشه داشت و مثلا به تمسخر میگرفت همه چیز رو. خیلی کاملا واقعا آدم تعجب می‌کنه. یک نمونه آدم ضد اجتماعی بود. منم دنبال کردم دادگاهشو. کاملا یه آدم ضد اجتماعی که نمیتونه قضاوت کنه رفتارهای خودشو. ضد اجتماعی یعنی این آدم نمیتونه رفتاری که بر دیگران پیاده میکنه یک بهش میگن تئوری آف مایند، یک نظریه ذهنی بسازه از آدمی که نشستی جلو و میخوای حکم صادر کنی که این آقای جوان 18 ساله که یه ورق کاغذ دستش بوده داره برای گروهی حالا هر کاری میکرده، گمراهی یا با آگاهی، این الان بایستی با من عمرشو بگیرم. یعنی نمیتونی این حالت ذهنی رو پیدا. این مهمترین استاندارد آدم ضد اجتماعی هستش و آدمای جنایتکار همشون اینجوری بودن. حالا میتونه استالین باشه، میتونه مائو باشه، میتونه آقای خمینی باشه، رئیسی باشه، خامنه‌ای باشه، همینجوری بشار اسد باشه. همشون بشار اسد چند میلیون مردم سوریه رو آواره کرد، نصف مملکت رو داغونش کرد به خاطر که مردی که احمق میخواست به حکومت بشینه. یه حکومت ارثی که هیچ چیزی هم نداشت برای به دست آوردنش. دقیقاً. بفرمایید خانم بعدی. از دکتر بپرسید که حافظه چجوری کار میکنه؟ چه تغییر فیزیکی تو مغز به وجود میاد وقتی چیزی رو ما به خاطر میسپاریم؟ حافظه بله، حافظه ایجاد همبستگی بین محرکات هستش و با تقویت سیناپسا. یعنی ببینید مثلا فکر کنید یه صحنه بینایی میاد و این صحنه بینایی همراه با اموشن مغز تصمیم میگیره که این صحنه مهم هستش و واکنشی هم که بهش نشون میده مهم هستش. اینا رو میسپرتشون به هیپوکامپ. اون وقت در هیپوکامپ سیناپس هایی هستش که تقویت میشن. اینا به صورت تخلیه های الکتریکی در میان و این تخلیه های الکتریکی بسیار سریع باعث میشه که سیناپس ها با هم ارتباط پیدا کنن. سیناپس های مختلف در شبکه های حافظه و اینا در واقع تقویت سیناپسی از طریق سرعت تخلیه های الکتریکی هستش. بستگی به حافظه هم داره. میدونی حافظه های مختلف داریم، حافظه مثلا رخدادی یا اپیزودیک یا اتفاقی، همین چیزایی که برام پیش میاد مثلا توی یک مکانیسمش فرق داره با این چیزی که مثلا بهش میگن سمانتیک یا معنایی، یا مثلا میخواین ریاضی یاد بگیرین یا چکش زدن یاد بگیرین. اینا انواع و اقسام حافظه ها هست، مکانیسمش هم مختلف هست، ولی اون نهایتش تخلیه های الکتریکی هستش که باعث ایجاد باعث ایجاد سیناپس ها بین نورونایی میشه که مربوط به اتفاق هستن، به اون چیزی که میخوان یاد بگیرن. داستان خیلی پیچیده. من همین الان دارم روی کتاب دیگه کار میکنم، قبلا هم گفتم در این سطح مغز و شرح داده. خیلی هم پیچیده هستش، همش هم مشخص نشده و احتمالاً 1500 صفحه‌ای خواهد بود که حدود 700 صفحش فقط مربوط به همین چجوری حافظی شکل میگیره. ولی در نهایتش اگه بخوام خلاصه کنم ایجاد سیناپس‌های تازه در مغز است. حالا میتونه مستقیما تو قشر باشه یا غیر مستقیم از طریق هیپوکامپ باشه. بله، متشکرم آقای دکتر. بله، بی‌صبرانه منتظر این کتاب هستیم که یاد ما بتونیم هم استفاده کنیم هم در اختیار دوستان قرار بدیم. دوستی سوال کردن که روزتون زیبا. یه سوال از محضر جناب دکتر دارم. یه مسئله‌ای که از نظر علمی ثابت نشده، ژن افراد و اینکه به صورت وراثتی به نسل دیگه منتقل میشه،
بر اساس این موضوع میشه این فرضیه رو داشت که ژن یه فرد در نسل‌های بعد ظهور کنه و یه جور زندگی مجدد رو به وجود بیاره. با تشکر از برنامه خوبش. متوجه نشدم مفهوم. گفتن از طریق ژن شاید انتقال پیدا کنه و یه جور زندگی مجدد رو توی فرد به وجود بیاره. یعنی همه ژنتیکمون منتقل شه به یک آدم دیگه، یعنی کلونمون کنن. چون ببینید اگه بخوای نسل‌های بعدی بری بلافاصله با ژنتیک همسرمون مخلوط میشه دیگه. نمیتونه ژنتیکمون همه منتقل بشه به دیگران مگر اینکه کلونمون کنن. اگر کلونمون کنن ژنتیکمون میتونه منتقل شه، ولی عوامل اپیژنتیکی و تمام تجربه های زندگی که مغزمون و بدنمون رو شکل دادن اون نمیتونه به ارث برسه. متوجه میشه؟ یعنی هیچ میتونید شما یه آدمی رو بگیرین و کلونش کنین و عین این در بیاد. ممکنه ظاهرش همون باشه، ژنتیکش هم همونه، ولی عوامل اپیژنتیکی که در بیان ژنتیکی تاثیر دارن بین آدما به شدت مختلفه. حتی دوقلوهایی که با هم هستن توی شکم مادر ممکنه عوامل اپیژنتیکی تاثیر متفاوتی داشته باشه. گاهی میبینیشون یک کدومشون یه ذره چاقن، یک کدومشون یه ذره لاغرن، یک کدومشون باهوشتر از اون یکی در میان. علتش این ژنت عین همه، ولی اینا با هم دیگه اختلافات جزئی دارن. حتی مغزاشون هم نگاه کردن چین و شکنجه هاشون عین هم نیستن به خاطر عوامل اپیژنتیک. به این جهت امکان نداره که بتونه یه آدمی رو از طریق تولیده مثل معموله که اصلا امکان نداره، ولی از طریق کلون شاید بشه یه بار آدمی رو تولیدش کرد عین خودش میشه ژنش، ولی عوامل اپیژنتیکی و تجربه هایی که تمام بدنش رو شکل دادن هیچ وقت قابل تکرار نیست. به همین جهت هستش که هر آدمی یا هر موجودی چه زنده چه غیر زنده نتیجه تمام فعل و انفعالاتی هستش که بین ماده و انرژی از لحظه اول بیگ بنگ شروع شده و تا اون لحظه‌ای که در نظر شما هستش اینو شکل داده و هیچ وقت هم قابل تکرار نیست. و همین جهت هستش که زندگی بعد از مرگم امکان نداره، چون نمیشه این موجودات رو دوباره عین خودشون تولیدشون کرد. جناب دکتر بخش خانم بعدی، من اینجا یه سوالی دوستی پرسیده بودن، من بین سوالا نذاشتم چون قبلا تا حدودی پاسخش رو داده بودید، اما حالا که این بحث پیش اومد یه دوستی سوال کرده بودن که این تقابل بین هوش مصنوعی و هوش انسان در آینده شما فکر می‌کنید به چه شکل خواهد بود و اینکه میتونه آثارش مثبت باشه یا منفی؟ این سوال رو کرده بودن. حالا که این توضیحات رو دادید دیدم در ادامهش داشته باشیم. من واقعا کوچکتر از اونم که آینده رو پیش بینی کنم. نمبر 1. دومیش اینه که هوش مصنوعی مثل بقیه چیزها اگر به دست آدمای ناتو بیفته سوء استفاده میشه ازش. همینجور که رادیواکتیو رو پیدا کردن میتونیم ازش در تشخیص و درمان بیماری ها استفاده کنیم، میتونیم ازش هم بمب اتمی بسازیم. درست؟ حالا هوش مصنوعی هم اینجوری. هوش مصنوعی تمام الگوریتم هایی که کارهایی که الگوریتمیه تجزیه و تحلیلی هستش در مغز آدم میتونه با سرعت بیشتر و با خطای کمتر از آدم ها انجام بده. مثلا محاسبات ریاضی و نمیدونم برنامه‌های چیز، ولی هیچ وقت نمیتونه، به نظر من هیچ وقت نخواهد تونست احساس درش ایجاد شه. یعنی کارایی بکنه اون تفکر دیفالت آدم رو هیچ وقت نمیتونه هوش مصنوعی داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه احساس داشته باشه و به نظر من هیچ وقت نمیتونه آگاهی از خودش داشته باشه. خیلی پیچیده هستش یه آگاهی آدم. هیچ وقت هم نمیتونه یک تفکرات انتزاعی، مثلا اگر تمام کامپیوترهای دنیا رو بیاری و بذاریشون ازشون بپرسی خالق ما کی هستن، هیچ وقت نمیگه یه خدایی هستش که مثلا توی بهشت نشسته اون بالاها و شما رو کنترل میکنه. اینا محصول تفکر دیفالت آدم هستن. هیچ وقت نخواهد توانست این کارو بکنه و بدون کمک آدم هم
نمیتونه موسیقی بنویسه، نمیتونه شطرنج بازی کنه، این آدما هستن که میتونن درش بیاد کنه. ولی حتما میتونه از ماها بهتر کارهای آنالیتیکال ها انجام بده. یعنی مغز جایز الخطاست، مغز آدم خیلی اشتباه میکنه، خیلی تحت تاثیر مواد شیمیایی و حالت ذهنی و بقیه هست. ولی کامپیوترها دیگه اینجوری نیستن دیگه، هیچ وقت احساس درشون نیست، به این جهت کاراشون رو طبق برنامه‌ای که دارن انجام میدن. ولی امیدوارم که بشر اشتباه نکنه و اینو به دست یه آدمای، میدونید پوتین چند سال پیش یه بار گفت به زودی من از طریق همین artificial intelligence دنیا رو کنترل خواهم کرد. امیدوارم که نذارن به اون سطح برسی که آدمایی که ضد اجتماعی هستن از دسترسی پیدا کنن به این وسیله استفاده کنن ازش، همینجور که از فلزات استفاده کردیم، از مواد منفجره استفاده کردیم برای کشتن هم دیگه، از بمب اتمی ساختیم که میتونیم همه کره زمین و همه حیات رو از بین ببریم و امیدوارم این هم یک وسیله ای نشه که از کنترل بشر در بیاد بیرون. من امیدواریم واقعا. بله. آخرین سوال رو از محضر آقای دکتر میپرسم، چون میدونم خیلی خسته شدید، هم شما هم دوستان. هم شما هم نه من خسته نشدم. من همچنان تاکید میکنم اگر دوستان بحث سلطنت طلبی رو دارن و میخوان دفاع بکنن، به آقای قرداغی یا من پیام بدن، یک برنامه میگذاریم بدون اینکه سانسور بکنیم شما رو، بدون اینکه به شما بی احترامی بشه و البته بی احترامی که احترام تقابل وجود داشته باشه، شما رو دعوت میکنیم به یک برنامه. رسما این کار رو میکنیم، این دعوت رو. البته خانم بدی اینم بگم عذر میخوام قبل از سوالتون، در رابطه با بحث سلطنت طلبی و اینا، چون ما یه برنامه داریم ناگفته‌های تاریخ، توی اون برنامه خیلی از دوستان رو ازشون درخواست کردیم، اونایی که حالا صاحب نظر بودن و یا به صورت رسمی آدم‌هایی بودن که تو دربار شاه کار میکردن یا روزنامه‌نگار بودن در اون زمان، یا به هر حال یک وابستگی به اون سیستم داشتن، ما خیلی هاشون دعوت کردیم که بیان توی این برنامه شرکت کنن و خیلی از خب به هر حال ما نیاز داریم به اسناد، مدارک تاریخی و صحبت‌های کسایی که تو اون برهه بودن و نقش داشتن. متاسفانه خیلی از دوستانی که حالا وابستگی و یا علاقه به بحث سلطنت داشتن، هیچ کدومشون دعوت ما رو قبول نکردن و شرکت نکردن. ولی خب اگر تشریف بیارن ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. ما باید یاد بگیریم با هم گفتمان داشته باشیم. یعنی ببین همین کاری که تشویق میکنم که همه چیز زیر سوال هستش، من جمله هرچی من خودم میگم، یعنی اصلا همه چیز زیر سواله. گفتم اولش دیگه، از این واژه‌های استفهامی زیاد صحبت، همه چیز، همه حکومت، دین، خدا، پیغمبر و معاد، زندگی بعد از مرگ، از نظر من همه چیز زیر سوال هستش. سلطنت، حکومت، لیبرال دموکراسی، همه رو میتونیم اشکالاشو بگیم. الان گرفتاری هم شده مثلا در آزادی اسلحه تو امریکا، حتما تو اخبار میشنوین که چه بلاهایی سر مرد میشه. اینا رو همه رو بحث کنیم. منم با کمال افتخار حاضرم در خدمتتون باشم و در این بحثاتون شرکت کنم و نظر خودم رو بگم، بدون اینکه هیچ برنامه آینده‌ای برای خودم داشته باشم که بخوام بیام یک کاری بشم. اگر بشه که میشه. به به. نیمی از ایران آباد میشه. خب آخرین سوال رو میپرسم. دوستی پرسیدن که شب خواب دویدن رو میبینم، یا مثلا اینکه جسمی به پای من برخورد میکنه و بعد صبح که بلند میشم پاهم خسته است و کبوده. اینو در خیلی از دوستان خودم یا آشنایان خودم هم دیدم این تجربه رو. چطور میشه و ممکنه که خوابیده بعد بیدار میشه همچین اتفاقی میفته؟ این چه در واقع اثریه که فیزیکش می بدن تأثیر گذاره؟ چجوریه؟ ببین
چند تا اتفاق میتونه در خواب بیفته. یکی در خواب با امواج آهسته که آگاهی وجود نداره، آدم میتونه بلند شه، راه بیفته، کارایی بکنه، بره آشپزخونه یه چیزی بخوره بیاد، بدون اینکه هیچ آگاهی داشته باشه یا فردا ازش خبر داشته باشه. این همون سومنامبولیسم یا راه رفتن تو خوابه که این هم من در مبحث خواب شرح دادم. درست؟ این خیلی اتفاق میفته. تو بچه ها هستش، کم 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 میشه. من یادم برادر خودم با هم دیگه کنار هم میخوابیدیم، بلند میشد میرفت. ما تو گنجی که کتابامون بود، کتابای اون بالا بود، کتابای من زیر بود. یادم میرفت کتابشو برمی‌داشت میآورد، مثلا 2-3 صبح منم بیدار میشدم، میدیدم میامد نشست 2-3 دقیقه کتابشو میخوند و دوباره بلند میشد میرفت. فردا ازش میپرسیدم یادش نبود. درست؟ موارد زیادی از اینا گزارش شده. اما در خواب مخصوصا در سن بالا اگر کسی شروع کنه به لگد پرانی در خواب، حرکاتی انجام بده که باعث آسیب خودش یا دیگران بشه، سن بالا، بالای 50-60، این یه اختلالی هستش که ممکنه بعداً پارکینسون بگیره، بیماری پارکینسون بگیره. این اختلالی هستش که در سیستم خوابش داره ایجاد میشه و رویاهای خوابش رو پیاده میکنه. اگر اینایی که سوال کردن اگر سن بالاست، باید اکثرشون بعداً پارکینسون میگیره. ولی در جوونا میتونه بازم آدم خوابش در حین خواب رویاهای خوابش رو، مثلا خواب میبینی داری با یکی کتککاری میکنی یا مثلا لگد داری میزنی و واقعا هم لگد بزنی. این اتفاقا میفته دلیل برای که خواب یکم سطحی میشه، اون شلی خواب رویادار از بین میره. اون وقتی هم هست که آگاهی هست، آدم یادش میمونه که این کارا رو کرد. به این جهت اگر در خوابی هست اتفاق میفته، فردا خبر ندارین ولی متوجه میشین یه آسیبی بهتون رسیده، این در رویا در موقع خواب با امواج آهسته است. ولی اگر به یادتون مونده یه کاری کردین، فردا دیدین پاتون مثلا خونی شده یا اینکه، اون وقت یه نکته دیگه هم بگم، مطمئن باشین دچار حمله سر هم در شب نشده باشین. چون گاهی حمله سر در شب اتفاق بیفته، خیلی شایع هستش که خواب باعث ایجاد حمله سر میشه و مردم خودشون رو آسیب میرسونن. من بارهای بار میپرسیم از مریضا که آیا صبح بلند شدیم مثلا خون روی بالشتون بود یا نه، یا زبانتون زخمی بود یا نه. گاهی تشنج میکنن و پاشون رو به این طرف اون طرف میزنن و آسیب میرسونن. به این جهت هستش که بله اتفاق میفته، میتونه طبیعی باشه، مثل خواب، میتونه خواب رویای بدون رویا یا خواب رویا باشه، ولی میتونه هم بیماریزا باشه. سپاسگزارم. باز هم مثل همیشه سوال ها موند و خواهش میکنم. امیدواریم که فرصت باشه در آینده، حالا هر زمان شما فرصت داشتید، بتونیم بقیه سوالها و سوالایی که امروز سوالای زیادی هم دوباره مطرح شده اینا رو به مرور دسته‌بندی کنیم. یکی سوال کرده که بپرسیم به زندگی بعد از مرگ وجود داره یا نه. میتونه به همین آقا که سوال کرده بود به سایت تلگرام من بره، بحث‌های خیلی زیادی انجام شده که چرا زندگی بعد از مرگ نمیتونه وجود داشته باشه. این هم جواب این آقا روی صفحه من ظاهر شد. بله حتما آدرس تلگرام شما و آدرس های دیگه که از شما داریم رو در زیر ویدیو قرار میدیم که حالا دوستانی که میخوان مطالعه کنن بعد سوالا رو خواهشاً بفرستید به ما که ما بتونیم دسته‌بندی کنیم و تو برنامه‌ها بپرسیم، چون به هر حال آقای دکتر همونجوری که گفتن خیلی فرصت نمی‌کنن به سوالایی که دایرکت اینا میفرستید جواب بدن. بفرستید، ما طبقه بندی می‌کنیم، دسته‌بندی می‌کنیم، سعی می‌کنیم از جلسات آینده با موضوعات مشابهی که سوال‌ها پرسیده شده برنامه بذاریم و همه سوال‌ها رو جواب بدن جناب دکتر. و خیلی هم ممنونیم. من خواهش میکنم خیلی ممنونیم که وقت میذارید. هر وقت برنامه نداشتم خبرتون میکنم وقتی که سوال به اندازه کافی داشته باشید. بله حتما. خیلی لطف میکنید که همیشه نسبت به ما محبت دارید و
در زمانهای کوتاه به ما وقت میدید و برنامه میذاریم با هم. خیلی از این بابت ممنونم. مراقب خودتون باشین. ضمناً بازم تاکید میکنم که همه حرفایی که من میزنم مسئولیتش با منه، با آقای قهرمانی و خانم بدیعی هم نیست و کسی قرداغی هستم جناب. ببخشید آقای قهرمانی. آره من نمیدونم چرا توی سایت من اسم شما قهرمانی های اومده، باید عوضش کنم. بله بالاخره من مسئولیت حرفم با خودم هستش و هر کسی هم که دوست داره مخالف هستش حاضرم که در سایت شما یا در گروه های دیگه باشون تبادل نظر کنم. بسیار عالی. نهایت وسعت دید شماست. با آرزوی سعادت هست. مراقب خودتون باشید، هم شما و هم دوستانی که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردن. خیلی ممنونم بابت وقتی که گذاشتید آقای. وقتتون. وقت همین. ممنون. شب شما بخیر باشه. خیلی ممنون و امیدواریم که در شاهراه عشق